داره رکورد میکنه. آره امیدوارم که چهارشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. فردا آخرین روز هفته است و یه عالمه کار داریم که بتونیم ردخ و فتح بکنیم، هفته خوبی رو انشاءالله تموم بکنیم، کارنامه‌شو ببندیم و آماده بشیم برای هفته بعد. مرسی که وقت گذاشتید و ممنونم که این فرصت رو در کنار همدیگه خواهیم بود و اول صحبت کنیم در این مورد که چرا زبان بدن رو انتخاب کردم و چرا اصلا در مورد بادی لنگویج حرف زدم. توی جلسات گذشته مدام در مورد مقدمات فردی و اتفاقاتی که باید در ذهن ما و باور ما بیفته در مورد پول، در مورد مدیریت پول و مدیریت فرصت ها هم گپ زدیم و یه چیزی همیشه این وسط مخفول واقع شد، اون هم ارتباطات بود. رفتم سراغ ارتباطات و یک کوچولو در مورد ارتباطات با هم دیگه حرف زدیم و نقش ارتباطات در حوزه ثروت آفرینی. جاش بود که دیگه آروم آروم یک کوچولو به خود مدیر بپردازم. جلسه گذشته رو ترجیح دادم با یکی از اصلی ترین مشکلات حوزه مدیریت و درگیری های فردی یک مدیر با خودش باهاتون حرف بزنم و این جلسه با یه شیبی اومدیم سراغ تکنیک هایی که در ارتباط میشه استفاده کرد. خب وقتی در مورد تکنیک های ارتباطی حرف میزنیم، اولین چیزی که برامون خیلی مهمه قطعاً زبان بدنه، به این علت که ما هممون موجودات هوشمندی هستیم و چون این موجود هوشمند توانایی برقراری ارتباط اجتماعی از جمله ارتباطات صوتی، ارتباطات تصویری رو داره، پس در نتیجه پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به مابقی موجودات ممکنه داشته باشه. همونطور که هممون میدونیم و به عنوان یک اصل در زندگی همه ما جاری هست، انسان یه موجود پیچیده است و در مورد انسان که صحبت میکنیم در مورد یکی از پیچیده ترین موجودات دنیا صحبت میکنیم که تمایل زندگی اجتماعی داره و این زندگی اجتماعی خودش یه فرصت ها و تهدیدهایی رو برای همه ما به وجود میاره. یکی از اون فرصت ها و تهدیدها، یکی از اون تیغ‌های دولبه‌ای که در زندگی اجتماعی انسان ها روی میده و خیلی برای ما حائز اهمیته، ارتباطاتی که ما با هم برقرار میکنیم و اطلاعاتی که در محدوده ارتباطات با هم دیگه رد و بدل میکنیم. اینقدر بادی لنگویج و انتقال احساسات مهم بوده که وقتی سوشال مدیا ها ایجاد شدن، مثل خب اون اول نمیدونم قدیمی ها چقدر یادشونه، یا مسنجر و بعد اومدیم روی بستر اپلیکیشن ها و ای پی پی ها، زمانی که اومدیم مثلا روی وایبر، بعد اومدیم روی لاین و ما بقیه فضاهای قابل چت کردن رو با هم دیگه بررسی کردیم و تجربه کردیم و توسعه دادیم. توی همه اینها یه نقصی وجود داشت که ایموجی ها اومدن اون نقص رو تکمیل کردن. اون هم این بود که کلماتی که تایپ می‌کردیم، یعنی ارتباط مکتوب نمیتونست احساسات ما رو انتقال بده و ما باید برای انتقال احساساتمون از ایموجی ها استفاده می‌کردیم. بعید میدونم الان کسی اینجا وجود داشته باشه که در طول روز از اپلیکیشن های پیام رسان استفاده بکنه و ایموجی ها رو استفاده نکنه و الان یه نسل جدیدی از ایموجی ها که اصلا ایموشنن و موشن گرافی دارن و حرکت میکنن و میتونن رفتارهای انسانی رو سامپلایز کنن و من میتونم از اون ایموجی استفاده بکنم برای اینکه احساس خودم، تعریف خودم و نگاه خودم رو به نفر مقابلم انتقال بدم. پس ارتباط خیلی مهمه و انتقال احساسات در ارتباطات خیلی نقش مهمی بازی میکنه. برای همینه که ما از ایموجی ها استفاده میکنیم و ایموجی رو به عنوان بستر ارتباطی انسانی انتخاب میکنیم و میایم اونها رو در اپلیکیشن هامون جا میدیم و یه نقش بهشون میدیم و بعضی ها که اصلا با ایموجی اصلا با هم حرف میزنن، یعنی اون که اون یه اینجوری میفرسته، بعد نفر مقابل یه اینجوری میفرسته، بعد اون میگه چرا، بعد اون یه چیز دیگه میفرسته، بعد میفهمن، اصلا میفهمن. البته اینو بگم این میفهمنه
ریشه در فرهنگ ما هم داره. یعنی من هنوز نفهمیدم بعضی از این مادر پدرای قدیمی آقای بردباری نمیدونم آنلاین نه ایشون باید خیلی کمک بکنه. فقط یه نگاه دیگه، یعنی من یادمه که بابای من به جای یک سریال حرف زدن فقط یه نگاه میکرد و ما میفهمیدیم و همیشه برام سوال بود که چرا این همه اطلاعات چجوری الان دانلود شد با یه نگاه و میفهمیدیم که در اون لحظه باید چی کار بکنیم، باید چی نگیم، چی کار بکنیم و چی کار نکنیم اصلا. پس خیلی مهمه که جایگاه احساسات رو در ارتباطاتمون حتما بهش توجه بکنیم و براش ارزش قائل بشیم. و نکته مهمتر اینه که انسان‌ها بر اساس یک پارامتر با هم ارتباطشون رو ادامه میدن، اونم درک. امروز با یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم، میگفت فلانی که اصلا تلفنشون خوب جواب نمیده. بعد گفتم خب تو ذهنم اومد که چه درکی در قبال رفتارهای من چه درکی میتونه در نفر مقابلم و اطرافیانم به وجود بیاد. میدونید هر گونه رفتار شما و هر گونه گفتار شما، هر گونه عکس العمل شما یه بار معنایی رو ایجاد میکنه که اون بار معنایی درک رو در نفر مقابل به وجود میاره و مجموع ادراکی که از شما به دست میاد مجموع اون شخصیتیه که مفهوم اون شخصیتیه که در ذهن نفر مقابل در مورد شما شکل میگیره و رشد پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه و بعضی جاها منجر به انتخاب شما به عنوان دوست، همسر، همکار و شریک میشه. یه جایی هم منجر به این میشه که اصلا دور شما رو خط بکشه و با شما دیگه ارتباطی نداشته باشه. پس انسان به شدت موجود پیچیده‌ایه، به این علت که هوشمند، یادگیرنده است، تکرار کننده است، تقلید کننده است. میتونه به علت هوشمندیش میتونه تحلیل کنه، به علت یادگیرندگیش حافظه داره. جلسه گذشته خیلی در مورد نشخوار ذهنی حرف زدیم و آدم‌هایی که بر اساس دیتاهای جمع شده توی ذهنشون نشخوار میکنن و رفتارشون خیلی پیچیده‌تر میشه و شاید سخت فهم‌تر با ما رفتار بکنن. اما اتفاقی که وجود داره اینه که انسان‌ها در عین تمامی این پیچیدگی‌ها قابل درکن و میشه کدهای رفتاری انسان‌ها و کدهای احساسی انسان‌ها رو دیکود کرد و رمزگشایی کرد و با این کدها ارتباط معنایی و ارتباط شناختی برقرار کرد. اینجا خیلی مهمه. یکی از اون دغدغه‌هایی که همه ما داریم و زمانی که اسم بادی لنگویج میاد هممون گوشامون تیز میشه و حساس میشیم نسبت به این موضوع، اینه که اصلا توی اولین دیدار اصلا چگونه باید شخصیت مخاطبین رو درست حدس بزنیم. بخش زیادی از ماهایی که به حوزه بادی لنگویج علاقه‌مندیم و تا در مورد بادی لنگویج حرف میزنن بدو میریم سمتش و بهش علاقه نشون میدیم. میخوایم از این تکنیک استفاده بکنیم برای اینکه افراد رو تا دیدیم شناسایی کنیم. یعنی بخش زیادی از ماها رو اگه صدا بزنن و بگن که برداشت ذهنی در مورد بادی لنگویج چیه و زبان بدن یعنی چی، بخش زیادمون ها این پاسخ رو خواهیم داد که از بادی لنگویج استفاده میکنیم تا در اولین برخورد بتونیم شخصیت مخاطبین خودمون رو درست تشخیص بدیم یا درست حدس بزنیم. خیلی از ماها اعتقادمون اینه که با استفاده از تست هایی مثل دیسک، با استفاده از ابزارهایی مثل بادی لنگویج میتونیم شخصیت افراد رو حدس بزنیم و متاسفانه خیلی همون به واسطه آموزش‌های اشتباه فعالان حوزه کوچ و روانشناسی که دارن تلاش میکنن ابزارهای روانشناسی رو در اقتصاد استفاده بکنن که به نظر من خیلی جاهاشو نمیشه استفاده کرد، به این سمت رفتیم که اگه آدما تست دیسک بدن پس این دیسک مطلقه. ولی یادتون باشه من همیشه سر کلاس‌ها میگم، خیلی هم روش تاکید دارم، اونم اینه که وقتی با انسان سر کار دارید با یه موجود هوشمند یادگیرنده سر کار دارید و اجتماعی و این موجود هوشمند اجتماعی یادگیرنده بر اساس اتمسفری که وجود داره تصمیم گیری میکنه، اطلاعات رو جمع آوری میکنه و یه کار جدید از خودش بروز میده.
همه رفتارهای ترافیکی ما رو ببینید. هوشمندی انسان ها میچربد به تمامی تصمیمات اپراتیکالی که پلیس میگیره و برای اپریت کردن ترافیک مسیر ترافیک رو عوض میکنه، جریان های ترافیک رو مدیریت میکنه. تو زندگی اجتماعیمون هم همینه، تو زندگی فردیمون هم همینه. اینکه ما هممون دوره دیسک ببینیم به این معنیه که خب وقتی همه دوره دیسک دیدن، خب حالا ما میدونیم دیگه چجوری باید رفتار کنیم و چجوری باید به نظر برسیم. اینکه هممون دوره بادی لنگویج رو بگذرانیم، خب همه بعدش میدونن باید چجوری رفتار کنن و خب بعد یه فرایند گول زدن مبتنی بر دانش اتفاق میفته. و من میدونم که وقتی دارم با تو صحبت میکنم تو جلسه، نباید دستمو گره بزنم، باید اینجوری دست بدم، باید اینجوری دستم بالا باشه. این بازی‌ها شاید برای سمینارهای نمیدونم پرهیجان که میخواد چند میلیون تومان بگیره و به تو بگه که تو اینجوری رفتار کن، شاید برای این سمینارها به نظر من خیلی خوشایند باشه. ولی واقعیتش اینه که در ارتباطات واقعی انسانی خیلی راحت نمیتونیم توی اولین دیدار بریم سراغ یه تکنیکی که نمیدونم یه چی میگن، یه کاغذ تست بزنیم توی مایه و بکشیم بیرون و بعد بگیم خب رنگش آبی شد پس اینه، رنگش قرمز شد پس اینه. یادتونه کاغذ تورنوسول اگه اشتباه نکنم، نمیدونم اسمش رو درست میگم، تورنوسول تو آزمایشگاه داریم تو شیمی که میزنه توی مایع و میکشه بیرون و بعد رنگش عوض میشه. میخوام بگم واقعا اینجوری نیست که ماها توی ارتباط اولیه‌مون همدیگه رو ببینیم و بر اساس یک تست ناگهانی به این نتیجه برسیم که درست گفتم ترنوسول ترنوسول، من تورنوسول گفتم، اوکی ببخشید. پس وقتی داریم در مورد این سوال با هم دیگه حرف میزنیم که اصلا امکان داره ما در جلسه اول و در برخورد اول فرد رو تشخیص بدیم، آنالیزش بکنیم و تحلیلش بکنیم، جواب اینه که خیلی خودتون رو گول نزنید و خودتون رو درگیر این بایدها و نبایدها نکنید، اما کلید واژه‌های زبان بدن رو بدونید. مرسی آقای دکتر دهفولی. میدونم که شما هم مثل من خیلی جاها درگیر این داستان هستی که آقای دکتر بیا با ما 4 تا کلید یاد بده، بعد ما تو خیابون راه بریم و بگیم اینو دیدی این الان اینجوری کرد پس شخصیتش اینه. واقعا اینجوری نیست که اینجوری کرد شخصیتش اینه. واقعا اینجوری نیست که توی تکنیک‌های مذاکره میگن یه ساعت گران دستت باشه، بدخشه، این اینجوری باشه. واقعا اینجوری نیست که همه جا این باشه و واقعا اینجوری نیست که تو بتونی این نسخه رو همه جا استفاده کنی. این نسخه رو فقط میتونیم بریم توی یه سمیناری مثلا چند میلیون تومان شهریه بدیم و حرفای خوشگل بشنویم، حالمون خوب بشه و بیایم بیرون. فقط برای همین، جای دیگه واقعا نمیشه استفاده کرد. اما اوکی، حالا با توجه به تمام این مقدمه‌ای که با هم دیگه گپ زدیم و همین الان تکلیفمون رو روشن کردیم که بادی لنگویج اصلا نیومده که به ما یه قوه تشخیص 100% بده و ما بتونیم افراد رو همون لحظه از فیلتراسیون بادی لنگویج رد کنیم و اونا رو قضاوت کنیم. با علم به این داستان که ما امروز در مورد یه فیلتر صحبت نمی‌کنیم، با هم دیگه داریم در مورد یه دانش صحبت می‌کنیم، یه علم صحبت می‌کنیم که این دانش این علم در است، در مورد یه علم صحبت می‌کنیم که این علم با تجربه آروم آروم کنار همدیگه قرار میگیره و ما تجربه می‌کنیم و بعد یه چیزی رسوب می‌کنه در ذهن ما به نام دانش. تفاوت یه موضوع علمی و اون دانشی که نالجی که در فرد به وجود میاد همینه دیگه. یعنی ما یه استاتیک علمی، یه دانشی رو، یه موضوع علمی رو به فرد آموزش میدیم و فرد ایژوکیت میشه، بعد از یه مدتی اکسپریانس رو قاطیش میکنه و بعد آموزش به وجود میاد. یعنی این فرد آموزش دیده و آموخته کسیه که تجربه رو علاوه علم کنار هم دیگه داره. و بادی لنگویج هم واقعیتش اینه که همین الان تکلیفمون رو روشن کنیم، نیومده خیلی معجزه بکنه، در صورتی که خیلیامون تو ذهنمون اینه که بادی لنگویج باعث میشه معجزه کرد. خیلیامون تا همین الان اتفاق برامون افتاده و این دقت رو کردیم که وقتی داریم با یه نفر صحبت میکنیم و یه شخصی رو باهاش ارتباط برقرار کردیم، این فرد به صورت بسیار بسیار ناخودآگاه یه سری حالات و رفتارهایی رو از خودش بروز میده. برای هممون هست.
من دستم رو تکون میدم، با ابروم اشاراتی دارم، از گردنم استفاده میکنم، سرم رو تکون میدم و غیره و غیره. یعنی این تیکه آخرش که اصلا ربطی نداشت به این دو مالی موضوع دیگه بود. اوکی، همه این رفتارهای ریتمیکی که انجام میدیم در جریان ارتباطی ما نقش داره. چرا؟ چون اگه من همین حرکات رو صوتم رو قطع بکنم و همین حرکات رو بر اساس یک استاندارد تولید بکنم، دقیقاً میتونم با یک فرد ناشنوا مذاکره بکنم و اطلاعات رو بهش انتقال بدم. پس همونطوری که نوشتار ما یک اطلاعاتی رو کد میکنه، همونطوری که تارای صوتی ما یه سری اطلاعات رو کد میکنه و این کد به گوش نفر مقابل میرسه و دوباره در ذهن فرد دیکد میشه توسط سیستم شنوایی و جریان عصبی، همه حرکت هایی که من انجام میدم و همه حالات من، همه اینها جزئی از بادی لنگویج منه و من به عنوان یک فرد وقتی بادی لنگویج تولید میکنم و بادی لنگویج دارم، مجموعی از اطلاعات رو به نفر مقابل انتقال میدم. اما یک نکته، اینجا همون نکته‌ای که تو اسلاید قبلی هم بهش اشاره کردم، این رفتارها یه سری اطلاعات با خودشون دارن که با دونستن این اطلاعات میتونیم احساسات لحظه‌ای شخص رو شناسایی کنیم. بچه‌ها نگاه کنید، ما از بادی لنگویج نمیتونیم استفاده کنیم برای شناسایی کردن شخصیت فرد، همونطور که از دیسک نمیتونیم استفاده کنیم برای شناسایی احساسات لحظه‌ای فرد. یعنی دیسک عمق ماندگاری تشخیصش در رفتار فرد و عمق و طول تجلی اصولش در رفتار فرد خیلی بیشتره تا بادی لنگویج و بادی لنگویج و اصول بادی لنگویج و اطلاعاتی که بادی لنگویج به ما انتقال میده فقط میتونه ما رو به احساسات لحظه‌ای فرد نزدیک بکنه. چرا میگم احساسات لحظه‌ای؟ به این علت که هر لحظه که هر عاملی وارد محیط بشه و احساسات فرد رو عوض بکنه، قطعاً بادی لنگویج فرد هم تغییر میکنه. پس ما به یه توافق با هم دیگه برسیم که وقتی داریم در مورد بادی لنگویج حرف میزنیم، یعنی تمامی ابزارهایی که فرد استفاده میکنه برای اینکه بتونه احساسات لحظه‌ای خودش رو در کنار جملاتش به شما انتقال بده. نگاه کنید، تلاش دقیقاً اکشن ریاکشن، دقیقاً تلاش من برای انتقال یه سری معانی به شما از چند طریق محقق میشه. یکیش همین صوتیه که دارم ایجاد میکنم و شما دارین به واسطه تکنولوژی میشنوین و اون تصویریه که من دارم از خودم باقی میذارم و شما میبینید و حرکات فیزیکی که من انجام میدم. پس زمانی بدن ما زمانی زبانش تکمیل میشه و ما میتونیم بگیم که داریم در مورد زبان بدن صحبت میکنیم که عناصر رفتاری هم به زبان بدن اضافه بشه. در صورتی که ما متاسفانه فکر میکنیم که زبان بدن یعنی که دستاش رو هم گذاشت، الان پاهاشو اینجوری کرد، خب الان پاشو تکون داد، الان سرش اینجوری. واقعیتش اینه که در کنار حرکات فیزیکی که اجزای فیزیکی من و اجزای بدن من که قابل رؤیت شما میتونین ببینین و میتونین تحلیل کنین رفتارش رو، داره یه سری اطلاعات به شما انتقال میده، همه عناصر رفتاری من در اون جلسه بادی لنگویج من رو تشکیل میده. و وقتی ما داریم در مورد بادی لنگویج صحبت میکنیم، یعنی مجموعه از عناصر رفتاری که میتواند اطلاعاتی رو برای شما انتقال بده. الزاماً این عناصر رفتاری نباید یه حرکت دست باشه، نباید یه نوع نشستن باشه، شاید اصلا جمله‌ای که به زبون میارم جزئی از بادی لنگویج من باشه، نگاه که قطعاً جزئی از بادی لنگویج منه. پس من توی این جلسه، توی این فرصت خیلی کوتاه، تمام تلاشم اینه که عناصر رفتاری رو با همدیگه کنار بادی لنگویج بذاریم و بگیم که عناصر رفتاری میتونن ما رو در تکمیل شناخت نسبی فرد یاری کنن. نگاه کنید، نسبی، بازم میگیم شناخت نسبی. پس ما یه سری عناصر رفتاری باید کنار بادی لنگویج در نظر بگیریم و این حق رو قائل بشید به رفتارهای فرد که بیاد و رفتارهای فیزیکی و بدنی فرد رو تکمیل بکنه.
پس من برای که دارم در مورد بادی لنگویج صحبت میکنم، دارم در مورد مجموعه از رفتارها که صحبت میکنم که یک قسمتیش رفتار بدنیه و من از اجزای اسکلتیم استفاده میکنم و یک قسمتش رفتارهاییه که دارم انجام میدم و بیننده و اون مخاطب من مجموعه دیتایی که داره دریافت میکنه رو تحلیل میکنه و به احساسات لحظه‌ای من میرسه. پس اگه داریم در مورد بادی لنگویج حرف میزنیم، باید در مورد پرتکرارترین تکنیک های زبان بدن حرف بزنیم. یعنی چی؟ یعنی پرتکرارترین قسمت هایی از فیزیک که به شما اطلاعات انتقال میده و پرتکرارترین رفتارهایی که کنار این به شما یه سری اطلاعات رفتاری میده. اما یه چیزی رو همین الان یادمون باشه، وقتی داریم در مورد پرتکرارترین تکنیک‌های زبان بدن حرف میزنیم، پرتکرارترین تکنیک‌های زبان بدن در هر نقطه از دنیا متفاوته. چرا؟ چون تابعی از فرهنگ، تابعی از رفتارهای اجتماعی، تابعی از بایدها و نبایدهای اجتماعی، تابعی از خرده فرهنگ‌ها، تابعی از تابوها، تابعی از ترس‌ها، تابعی از ممنوعیت‌ها و غیره و غیره است. مثلا وقتی من دارم با یه خانم اروپایی صحبت میکنم و توی جلسه نشستم، بادی لنگویجی که اون فرد داره کاملا متفاوت از بادی لنگویج یک دختر بچه یا خانم افغان که خب حالا به لطف طالبان دارن دیگه یواش یواش فکر می‌کنم دو تا چشماشون یه کاری طالبان براشون یه فکری بکنه دیگه. میخوام بگم خیلی بادی لنگویج دیگه این دوتا فرق خواهد کرد، چون اون توی فرهنگی با یه بایدها و نبایدهایی داره با تو ارتباط برقرار میکنه و قطعا نباید انتظار داشته باشی که مثل یه خانم اروپایی که با تو جلسه برگزار میکنه و خیلی راحت میتونه در جسچر صورتش یا حرکات دستش رفتار رو به موضوع رو بده انتقال بده، مفهوم رو بده انتقال بده، انتظار داشته باشی که اون فردم موضوع و مفهوم و برداشت خودش رو به تو انتقال بده. پس بچه‌ها وقتی داریم در مورد بادی لنگویج صحبت میکنیم یعنی بررسی پرتکرارترین تکنیک های زبان بدن، بررسی پرتکرارترین روش های انتقال دیتا در اون منطقه، در اون کشور. همیشه من در مورد بادی لنگویج یه انتقاد جدی داشتم، اونم این که ما منابعمون و کتاب‌هامون همه کتاب‌های اروپاییه، در صورتی که ما شرقی‌ها اصلا حتی از ابرومون، حتی از چشممون، حتی از دستمون به نوع دیگری استفاده میکنیم. پس پرتکرارترین ها در فرهنگ‌های مختلف با هم فرق میکنه، پرتکرارترین ها در کشورهای مختلف با هم فرق میکنه و ما باید این رو به عنوان یه فعال حوزه مدیریت بدونیم که نمیتونیم نسخه های بادی لنگویج رو در تمام دنیا یکسان استفاده کنیم. خب بریم ببینیم این تکنیک های پرتکرار توی ایران چیه. اولین چیزی که میخوام در موردش صحبت بکنم نحوه دست دادنه. نحوه دست دادن تو همه بادی لنگویج ها در موردش حرف زده میشه، تکرار میشه، خیلی روش فوکوس میشه، به این علت که یکی از ارکان اصلی برقراری ارتباطه. اگه فردی رو ملاقات میکنید و اون فرد قبل از رسیدن به شما دستش رو دراز میکنه و به سمت شما میاد و خیلی محکم با شما دست میده، قطعاً نمیشه گفت احتمالاً این فردیه که اعتماد به نفس خوبی داره. چرا میگم احتمالاً؟ به این علت که ممکنه یکی دو هفته قبل از شما بادی لنگویج رو در یه جایی دوره دیده باشه و اون استاد بهش گفته باشه که وقتی با یک نفر رو برای اولین بار میبینی دستتو دراز کن، لبخند بزن و برو به سمتش و با قدرت باهاش دست بده. کافیه فقط همین نسخه رو چیده باشه. ارزش حرکات غیر ارادی معمولا ارزشمندتره. آره مهرداد جان، ارزش حرکات غیر ارادی ارزشمندتره، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی من وارد یک مذاکره رسمی میشم تقریبا تمام رفتارهام رو دارم کنترل میکنم. برای همین من میگم احتمال این که این فرد قبل از شما این تکنیک رو شنیده باشه و در موردش حرف زده باشه، آره دست نمیدیم که دیگه برای خانم ها هم جنس منظورم بود. ببخشید من اینجا می‌نویسم نحوه دست دادن با هم جنس و محرم و محارم، اینجوری خوبه. و یا اینکه پرواز مثلا از مرز جمهوری اسلامی ایران رد شده باشه و خلبان اعلام کنه که ما الان مرزهای
کشور اسلامی رو پشت سر گذاشتیم. اینم امکان هست، یعنی اینم این فرصت رو بهت میده که هر کاری دوست داشتی بکنی. حالا تجربه ما که نمیگه، ما که تو تلویزیون دیدیم، ولی میگن که وقتی هواپیما از مرز رد میشه رفتار افراد عوض میشه. نمیدونم دیگه، حالا ان شاءالله که خدا قسمتمون کنه بریم سیسمونی بخریم و ببینیم دیگه. وقتی داریم در مورد نحوه دست دادن صحبت میکنیم و نحوه انتقالات اطلاعاتی و احساسی در اولین برخوردی که فرد با شما میکنه و اولین جایی که داریم تلاش میکنیم تا همدیگر رو بشناسیم، اگر فرد فشاری که به دست شما میاره متوسط باشه، این برابر استاندارده، احتمالاً اون فرد جانب ادب رو رعایت میکنه و دوست داره با حیا باشه. خب و اگر این اعتماد به نفس ما خواسته باشیم بهش امتیاز بدیم، همه چیز در حد متعادله. اون دستو آروم فشار میده و باید حرف میزنه، لبخند میزنه و تمام. پس یه اتفاقی میفته، داره میاد به سمت تو، آماده میشه که باید دست بده و بعد دست میده و خیلی میلیون دستتو فشار میده و یه احساس خوبی رو بهت انتقال میده ها. ولی چرا باز من اینجا دوباره دارم میگم این فرد احتمالاً این کارو میکنه و احتمالاً داره جانب ادب رو رعایت میکنه؟ دوباره همون داستان ارادی و غیر ارادی که اونجا مطرح شد. اگه فرد به صورت ارادی داره رفتار خودش رو کنترل میکنه پس هر لحظه ممکنه که شما رو به اشتباه بندازه، مگر اینکه اینو ولش کنید و توی یه فضایی قرار بگیره، یعنی این ملاقاتتون خیلی طولانی بشه یا تکرار بشه تا این شناخت نسبی تکمیل بشه. نگاه کن وقتی که مرداد میگه فرد رفتارهای غیر ارادیش خیلی ارزشمندتره که قطعا همینه، این رفتارهای غیر ارادی معمولا تو جلسه اول و دوم که یخ یارو باز نشده که چیز نمیشه دیگه، یعنی یارو اول میره خواستگاری با کراوات میره خواستگاری، بعد از اینکه نمیدونم بعد از یه مدتی مثلا با پیراهن شلوار راه میره، بعد از یه مدتی مثلا زیر شلواری داره، بعد از یه مدت دیگه مثلا چیز دیگه مثلا با شلوارک هم راه میره. این اتفاقی که داره این همون چیزیه که مهرداد بهش اشاره کرد که خب الان فکر میکنم مثال خوبی هم زدن دیگه، همه متوجه میشیم. هر چی جلوتر میریم فرد خودش رو نشون میده دیگه. ریستر هم نکردم به این علت که همونجور ادامه داره این خودمونی شدنه و غیر ارادی دیگه، یعنی هر چی میری جلوتر رفتار غیر ارادی. اما واقعیتش اینه که تو جلسه اول اکثر رفتارها توسط طرفین کنترل میشه و همه داریم دقت میکنیم که یه رفتار درست از خودمون بروز بدیم. مخلص مرداد جان کدو زدم گرفتی دیگه. خیلی همون تلاش میکنیم که اون جلسه اوله خیلی همه چیز کنترل شده باشه. اینجاست که کارو سخت میکنه و ما مثلا من یه جایی بودم، یه جلسه‌ای بود برای اولین بار، بعد دوست من نشسته بود اینطوری، عینکش هم دود پایین، از بالای عینک داشت نگاه میکرد. بعد گفتم که چیزی نظرتو جلب کرده؟ گفت نه، دارم افراد رو تحلیل میکنم. گفتم یعنی چی داری افراد تحلیل میکنی؟ گفت این فرد عقده‌ایه، دوست داره اینجوری باشه، اون فرد اینجوریه، اون آقا رو من فکر میکنم که الان اینجوریه. بعد گفتم اینا رو الان از کجا به دست آوردی؟ الان بادی لنگویج اینا رو نگاه کن، آقای فلانی در فلان جا میگفت که بادی لنگویج نمیشه واقعا. این فردی که تو خونش غذا رو داره با نون میخوره و با دست میخوره، اینجا چنگال برداشته، بعد مثلا با انگور رو هم با چنگال میخوره و تو نمیتونی تشخیص بدی که واقعا کدوم یکی درسته، مگه اینکه با همین شاگرد مهرداد یکمی باش بری جلو، بعد اونجا ناخودآگاه یه رفتارایی میکنه. برای همین دوباره من اینجا احتمال رو گذاشتم. یه نکته دیگه هم وجود داره، جانب ادب خیلی برام مهمه. اونهایی که آموزش کلاسیک میبینن، یعنی آموزش میبینن برای مذاکره، آموزش میبینن برای برقراری ارتباط مؤثر، آموزش میبینن که دست یه رو زیاد فشار بدن و این بعد از یه مدت تمرین تبدیل میشه به یک رفتار تکراری و این رفتار تکراری تبدیل میشه به یه عادت. احتمال رو اینجا به این علت استفاده میکنم که ممکنه عادت داشته باشه،
یعنی اینقدر این رو خوب تمرین کرده و تمرین کرده و تمرین کرده که حالا این عادت رو داره و بر اساس این عادت داره و به هیچ عنوان این جزئی از اون رفتارهای بادی لنگویجش دسته‌بندی نمیشه. اگه فشاری که به دست شما میاده خیلی کم و شل باشه، ما معمولا تو علم بادی لنگویج اینو میگیم احتمالاً این فرد اعتماد به نفس چندانی نداره. یکی از پرکاربردتریناست، یادتون باشه دارم تکرار میکنم، میخوام امروز فقط پرکاربردترینا رو با هم دیگه حرف بزنیم. این شل دست دادنه اینجا دیگه نمیتونه ارادی باشه، یعنی قطعا این فرد دیگه این شله ته سفتیشه. این چیزه میگه، این پشهه میگه توی برنامه رشته حماس میگه تو چرا اینقدر سفتی؟ این ته سفتی شده، یعنی این شله دیگه ته سفتی شده، داره همه دانشش رو به کار میبره، همه تجربیاتش رو به کار میبره و دیگه شما نباید انتظار داشته باشید دیگه سفت‌تر از این بشه. این همینه دیگه. قاعدتا این افرادی هستن که اعتماد به نفس کمی دارن. من میگم احتمالاً، چرا اصلا اینجا اومدم قید احتمال رو دوباره در نظر گرفتم؟ چون ممکنه اون فرد اون روز تحت تاثیر استرس باشه و استرس باعث بشه که شل دست بده، ممکنه نگرانی خاصی داشته باشه، ممکنه این فرد اون روز ضعف عمومی داشته باشه. یعنی ما داشتم جاهایی که مثلا خب مصاحبه خیلی جدی بوده، برای ایرلاین بوده، با مصاحبه استخدامی بوده، بعد اومده مصاحبه کرده، بعد بیرون در سالن مصاحبه از هوش رفته. چرا؟ به این علت که این فرد دیگه دوچار افت فشار خون شده، قند خونش افتاده ها. همه این اتفاقات ممکنه باعث بشه که فرد با شما شل دست بده. پس این شل دست دادنه، همه این شل دست دادنه قطعاً به قول آقای پشه اینی که شله، اوکی؟ اما 1-2% هم احتمال بدید که این فرد فشارش افتاده باشه و اون روز ضعف داشته باشه، تحت تاثیر و استرس باشه و این استرس باعث بشه که باعث بشه که به شل دست بده و خیلی این دست دادنه قدرتمند نباشه. یه نکته دیگه هم در مورد دستا وجود داره و این نکته خیلی مهمه. همین امروز از اینجا به بعد اگه توجه بکنید می‌بینید این نکته خیلی مهمه. آدمایی که وقتی دارن به سمت شما میان دستاشون رو مشت کردن و دیدیم یه عده اینجوری راه میرن و این آدمایی که دستشون با دست مشت کرده راه میرن، دستش خالیه ولی اینجوری راه میره. نمیدونم باش برخورد کردین یا نه. این افراد قطعا از اعتماد به نفسی بالای برخوردار نیستن و مدام نگران قضاوت شما. این افراد کسانی هستن که خوب اصلا به راحتی ارتباط برقرار نمیکنن. زمانی که ارتباط برقرار میکنن نگرانی هستن که چی بگن، چی نگن، چجوری به نظر برسن، نکنه بد به نظر برسن، نکنه یه جای خوب به نظر نرسن. نمیدونم چند نفرتون این تجربه رو داشتین و با این افراد برخورد کردیم، اما این تیکه و میخوام بگم این قسمت دیگه خیلی جدیه. یعنی آدم هایی که قبل از اینکه اصلا ریاکشنی به قول آقای دکتر به سمت شما داشته باشن، این افراد خودشون اصلا توی بادی لنگویج ناخودآگاه خودشون دارن نشون میدن که اعتماد به نفس کافی ندارن. برعکس آدمایی که دستشون بازه و با دست باز راه میرن، دستا کشیده است و قطعا نشان دهنده اینه که فرد با اعتماد به نفس داره به سمت تو میاد و از اعتماد به نفس لازم برخورداره. یکی دیگه از اون چیزهایی که خیلی تکرار میشه توی جلسات ما و توی برخوردهای انسانی ما ایرانی ها به خصوص و خیلی معنا هم میده، تکان دادن بیش از حد سره. اگر فرد مقابل شما در تایید صحبت‌های شما سرش رو به دفعات زیاد بالا و پایین میکنه و تکون میده، احتمالاً این فرد نیاز به تایید شما داره و افرادی که اینجوری دارن شما رو تایید میکنن احتمالاً این فرد نیاز داره که شما همون رو تاییدش کنید ها. این افراد خیلی شفاف نشون میدن که در یک ارتباط 2 نفره تایید میکنن و تایید میخوان
این همون اتفاقی که ما تو کریپتوکارنسی داریم دیگه، یعنی تایید میشه، تایید میکنه و تایید میشه، تایید میکنه و تایید میشه و یه کوین به وجود میاد دیگه ها. اینجا همینه، یعنی کسانی که خیلی از سرشون استفاده میکنن و مدام تایید میکنن، اینا همونایی که وقتی نوبت اونها شد و دارن حرف میزنن شما هم باید اونها رو تایید کنید و اینا خیلی به تایید شدن از طرف شما نیاز دارن و اگه احساس بکنن این تایید رو نمیتونن ازت بگیرن، قاعدتا از دایره ارتباطی خارج میشن، تمرکزشون رو از دست میدن و مکالمه خیلی خوب پیش نمیره. من خودم به شخصه وقتی میبینم فرد داره اینجوری رفتار میکنه، برای اینکه قدرت مذاکره رو به دست بیارم تاییدش نمیکنم، بعد کل افکارش به هم میریزه، من راحت میتونم مذاکره رو پیش ببرم. تکنیکای فردی ها اینا دیگه بعد از یه مدتی دستتون میاد که حالا باید کجا مثلا چه رفتاری بکنید. همین روز شنبه جلسه‌ای داشتیم در رشت و این عزیزی که داشت صحبت میکرد، خب من میدونم که داره فالش صحبت میکنه دیگه. دو تا راه داشتم، یکی این که تقابل بکنم باهاش، یکی این که اجازه بدم و تایید کنم و اجازه بدم که حرفاشو بزنه. با این تایید کردنه بردمش به این سمت که اوکی همه حرفایی که داره میزنی قبوله و اون نقطه‌ای که باید حرفش رو تایید نمی‌کردم و قطعا حرف خودم رو مطرح می‌کردم و اون تایید می‌کرد، اون نقطه‌ای بود که ما باید نتیجه می‌گرفتیم و خب تو مذاکره این تشخیص این نقطه خیلی مهمه. تکان دادن بیش از حد سر شاید در بعضی از مواقع این احساس رو نشون بده که در مورد شما دارین در موردش قضاوت میکنین و مایله که نظر شما رو جلب کنه. کسانی که در حال صحبت کردن سرشون رو تکون میدن و مدام تلاش میکنه تا از تو تایید بگیره، یکی از اون دغدغه‌هاش اینه که داره قضاوت میشه و همین الان میخواد تاییدیه رو بگیره. خانوم ها خیلی در مکالماتشون از این نوع بادی لنگویج استفاده میکنن و وقتی دارن صحبت میکنن تلاششون اینه که نفر مقابل بگه yes اوکی و شاید یکی از مشکلات زیاد ما مردها هم همینه، یعنی جایی که اون تایید میخواد ما اصلا کلا تو باقالیاییم و یا داریم گوشی چک میکنیم یا حواسمون توی تلویزیونه یا اصلا نمیفهمیم، یعنی تو چشاش نگاه میکنیم و نمیفهمیم این الان تایید میخواد، اصلا چیزی دیگه ای نمیخواد. مرداد چیز زده نوشته خیلی نکته خوبی بود، تکان دادن سر و میشه استفاده و سوء استفاده کرد. آره همه اول جلسه هم گفتم مرداد جان، بادی لنگویج یه تیغ دولبه است و همونجوری که خیلی خوبه دونستنش و من خیلی جاها میتونم ازش استفاده بکنم، یه جاهایی هم خب میتونم ازش سوء استفاده بکنم. کاملا درسته. هر نکته اینجاست که اگه اینا رو ارادی تو جلسه انجام بدی بعد نفر مقابل گیج میشه دیگه. یعنی من خودم تو همین جلسه روز شنبه توی رشت خب اصلا داشتم برعکس بهش پاس میدادم دیگه. این من با تایید کردن من هی رفت جلو و من تعریف کردم و اون رفت جلو و من تعریف کردم و اون رفت جلو و احساس کرد که هر آن چیزی که میگه مورد قبول منه. یه جایی ضربه زدم و اون چیزی که نباید میگفتم، حالا زی حسابم تو جلسه خیلی خوب با ما همراهی کرد و زی حسابم یه جمله‌ای گفت که میشد دیگه اون رو ادامه داد و تکمیلش کرد. تو نقطه‌ای که باید ضربه میزدم تو مذاکره ضربه زدیم و جمع‌بندیمون رو انجام دادیم. خیلی هم خوشایند نبود براش، ولی مذاکره‌ای که برنده شروع کرد و گفتگویی رو که برنده شروع کرد، به نظر من حداقل برداشت شخصی من اینه که بازنده تمومش کرد و بازنده از جلسه رفت بیرون و خب ملزم شد به انجام کاری که شاید اصلا دوستم نداشت انجامش بده. پس خیلی راحت امتیاز داد به این علت که اون اول گول خورد. آره این سلاح یه سلاح دولبه است و خیلی راحت میتونی ازش استفاده بکنی. با عنوان تایید کننده بیای و اون جایی که دیگه باید تایید نهایی رو بدی یه سوالی بپرسی که مثلا همین سوال اخیری که مطرح شد 4 تا نام اقتصاددان رو نام ببر، یه سوال اینجوری بپرسی که داستان عوض شه. 4 اقتصاددان رو نام ببرید، 4 نمره. فردی که داره با تو صحبت میکنه و سرش رو تکون میده و داره و نگران اینه که
نکنه تو داری قضاوتش میکنی، نکنه تو داری تحلیل میکنی حرفاشو، احتمالاً میتونه به شما علاقه‌مند هم باشه. حالا از فرضا دیگه همه در بر همدیگه کله تکون ندین ها، این یکی از علائمشه. ممکنه این فرد داره تلاش میکنه که علاقه خودش رو نشون بده و علاقه شما و نظر شما رو هم جلب بکنه. این بستگی داره که کجای چیز باشه، کجای دیالوگ باشه، اصلا این دیالوگ کجا اتفاق بیفته. ولی میخوام بگم از فرض دیگه واسه همتون اینجوری در حال صحبت کردن کلتون تکون ندین، همه جا به معنی علاقه من بودن نیست، اما این که من دارم بهش نگاه میکنم و سرم تکون میدم و در مورد یه موضوع صحبت میکنم که اون موضوع غالبا عاطفی ممکنه باشه یا شخصی یا بین دو نفری، این نشون دهنده که من علاقه دارم و دوست دارم که حالا تو هم تایید کنید، بعد یه گام تو بیای جلو، بعد یه گام من بیام جلو، که خب حالا نمیدونم این دهه 80 90 یا اصلا از این تکنیک‌ها دیگه استفاده میکنن یا نه، همش ایموجیه دیگه. فکر نمی‌کنم مثلا اینجور فرصتی وجود داشته باشه که بشینن صحبت کنن، به خصوص که حالا یکی از اون بادی لنگویجایی که خیلی پرتکراره و ما توی ایران خیلی تو جلسات باهاش برخورد میکنیم و به عنوان یه رفتار تکراری در سطح سازمان هامون میبینیم. دقیقا یادتون باشه برگردیم تو اون چیز که گفتم بادی لنگویج یه قسمتش رفتاریه، یه قسمتش فیزیکیه ها. خانم محمدی ها چی گفتن؟ نوشته خیر استفاده نمی کنیم. مال اونجا بود، صدای من پس با تأخیر داره به شما میرسه، استفاده نکنیم دیگه. حالا مثلا این جدیدا منظورت اینه که از این روش استفاده نمی کنیم؟ آره این جدیدا فکر نمی کنم خیلی از این موارد استفاده کنن دیگه. ایموجی بعد تمام میشه دیگه، تمام میشه که مکالمه تمام میشه. منظورم این زیاد حرف زدنه یکی از اون مشخصاتیه که توی مکالمات میاد و کمک میکنه به بادی لنگویج ما و میتونه یه سری دیتا رو به نفر مقابل انتقال بده. فردی که توی ملاقات اول خیلی حرف میزنه احتمالاً عاشق خودنماییه. بچه‌ها نگاه کنید، این عاشق خودنمایی بودن رو لطفاً همین الان یه خطی بکشیم. خودنمایی که داره تلاش میکنه تا خودش رو به دیگران ثابت کنه، خودنمایی که داره تلاش میکنه تا خودش رو به تو بشناسونه، این دو تا با هم دیگه فرق میکنه. وقتی داریم میگیم فرد داره خودنمایی میکنه، یعنی داره تمام تلاشش رو میکنه که بیشترین فرصت و شانس برای پریزنت کردن خودش رو به دست بیاره. این فرد داره تمام تلاشش رو میکنه تا بیشترین فرصت برای برقراری ارتباط با مغز تو رو به دست بیاره و خودش رو درست معرفی کنه، خودش رو درست معرفی بکنه. فردی که تو ملاقات اول خیلی حرف میزنه، تمام دغدغش اینه که بیشترین اطلاعات ممکن رو به تو انتقال بده، بیشترین امکانات اطلاعات در دسترس رو به تو انتقال بده، بیشترین فرصت رو برای شناختن خودش در اختیار تو قرار بده. و ما وقتی داریم با این فرد مواجه میشیم قاعدتاً فرصت خیلی خوبی داریم برای اینکه این فرد علایقش، توانمندی‌هاش، شایستگی‌هاش و غیره رو شناسایی کنیم و ازش استفاده کنیم. زیاد حرف زدن توی جلسه اول به ما اجازه میده که اطلاعات بیشتری در مورد فرد به دست بیاریم و قاعدتاً خود اون فرد هم از اینکه ما سیطره بزرگتری از اطلاعات رو به دست میاریم و شناخت کاملتری ازش به دست میاریم رو خودش لذت میبره از این اتفاق. وقتی داریم در مورد زیاد حرف زدن صحبت میکنیم، فردی که تو ملاقات اول خیلی کم حرف میزنه نقطه مقابل قرار میگیره. اون آدمی که داره زیاد حرف میزنه داره به من این فرصت رو میده که من بشناسمش و من این فرصت رو به دست میارم که بیشتر و بیشتر حرف بزنه و من بیشتر و بیشتر در موردش اطلاعات به دست بیارم. اما اصول مذاکرات میگه اون کسی که کم حرف میزنه احتمالاً خجالتیه و به قولی هنوز یخش باز نشده. نگاه کنید، بذارید یه مفهومی از خجالت بدیم. مفهوم رفتاری از خجالت یعنی این که فرد به هر علتی، این علت میتونه شخصی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه علت
تربیتی باشه. فرد نمیتونه با محیط ارتباط بگیره. نگاه کنید وقتی میگیم خجالت یعنی این که فرد نمیتونه یه سری اطلاعات رو از محیط دریافت کنه و یه سری اطلاعات رو به محیط انتقال بده. وقتی ما این اطلاعات رو نمیتونیم از محیط دریافت کنیم و نمیتونیم اطلاعات رو خوب به محیط انتقال بدیم، رابطمون به کمترین سطح ممکن میرسه. اینجاست که میگیم فرد هنوز یخش باز نشده، فرد هنوز داره خجالت میکشه، فرد خجالتیه. یه نکته رو یادتون باشه، اونم اینه که این فرد احتمالاً خجالتیه و احتمالاً یخش باز نشده. ممکنه جزء همون دسته از آدمایی باشه که انقدر تمرین کرده که جلسه اول آروم باشه که آرومه، انقدر تمرین کرده که به قول خانم محمدی ها درونگرایی کنه که درونگرا به نظر میرسه. نمیتونیم قطعاً بگیم کسی که تو جلسه اول ارتباطات کمی میگیره فرد درونگراییه. معمولا با سیاست ها کمتر حرف میزنن. آره دقیقاً آقای دکتر، مثل خود کنترلی، همین چیزی که خانم نورمندی هم میگه، اونهایی که خیلی سیاست دارن. میخوام بگم این کم دقیقاً این همون نکته است، همون نکته که از اول جلسه من چندین بار بهش اشاره کردم که بادی لنگویج میتونه تو رو به یه شناخت نسبی از احساسات لحظه‌ای فرد برسونه و ما نمیتونیم اینو مرجع قضاوت فرد در نظر بگیریم. نمیتونیم بر اساس این فرد رو قضاوت کنیم. در جلسه اول باید کم حرف زد. نگاه کن این که در جلسه اول باید کم حرف زد یا جلسه اول باید زیاد حرف زد و اجازه بده در موردش اینجوری حرف بزنیم که استاندارد میگه که رعایت تناسب طرفین در سهم اونها در مکالمات خیلی منطقی تره و این استانداردشه. نه کم باید حرف بزنیم نه زیاد. و نگاه کن بازم این امیر بستگی داره به سیچویشنش. تو خودت خیلی تجربه داری دیگه، تجربه شناسایی پیمانکار داری، پیمانکار رو دعوت کردی به یه جلسه‌ای، برای اولین بارم هست که با اون پیمانکار برخورد کردی. تا اینجا درست؟ یک نفری توی جلسه بادی لنگویج به این پیمانکار آموزش داده که برو تو جلسه کم حرف بزن. امیر خودت میدونی که اگه اون پیمانکار بیاد و بر اساس اون آموزش نادرست اینجا کم حرف بزنه، یا مثل با همون بر اساس همون اصلی که خانم نورمندی گفتن که آدمای با سیاست کم حرف میزنن بیاد تو جلسه تو با کم حرف بزنه، یه فاجعه درست میشه. تو انتخابش نمی‌کنی. اینو به عنوان کسی که هزاران پیمانکار دیده و باهاش مصاحبه کرده تایید می‌کنی یا نه؟ پیمانکار اونجا تو اون جلسه‌ای که میخواد از خودش دفاع بکنه، از طرش دفاع بکنه، اگه تو اون جلسه امیر با تو حرف نزنه کلکش کنده است، تو انتخابش نمی‌کنی. حالا مثلا که جلسه رو با کم حرف زدن بی‌نتیجه میذاریم، 100% بی‌نتیجه میذاریم، 100% بی‌نتیجه، 100% نابود میکنیم جلسه. من دقیقاً نکته همینجاست. یعنی میخوام بگم کم حرف زیاد حرف زدن اینجا امتیازه. یعنی الان امیر میدونه من چی میگم و با بقیه دوستانی که ممکنه با حوزه انتخاب پیمانکار در ارتباط باشن، وقتی من دعوتش میکنم توی جلسه‌ای امتیازی این فرد اینه که حرف بزنه. برای همینه که من میگم بادی لنگویج، 1000 بار دیگه هم تکرار میکنم و این اعتقاد منه که بادی لنگویج نمیتونه مرجع قضاوت کردن افراد باشه. به همین علت هم دوست داشتم توی جلسه کافه اقتصاد حرف بزنم. بچه‌هایی که با من MBA DBA دارن و دوره‌های آموزشی رو گذروندن میدونن من بادی لنگویج درس نمیدم. به این علت که اونجا باید برم بر اساس یک اصولی یه حرفایی بزنم که خودم میدونم خیلیاش اتفاق نمیفته. حتی در حوزه جذب نیرو هم تعادل خوبه. آره واقعا در حوزه جذب نیرو هم تعادل خوبه. بر اساس همین چیزی که آقای دکتر دهفولی گفت، نوع جلسه مشخص میکنه که زیاد حرف زدن خوبه یا کم حرف زدن. من الان برم مثلا یه جلسه با امیر داشته باشم به عنوان پیمانکار، بگم خب آقای دکتر فلانی در سمینار گفت که کم حرف بزنید، آدم با سیاست کم حرف میزنه، آدمی که میخواد دیگران رو بشناسه کم حرف میزنه، ما 2 گوش داریم و 1 زبان، پس باید 2 برابر چیزی که میگیم گوش بدیم. شنیدین این جمله رو؟ بعد میرم تو جلسه میشینم، من 2 گوش دارم و 1 زبان. بعد یارو میگه که خب بفرمایید خودتون رو معرفی کنید. بعد من با خودم میگم که من 2 گوش دارم و 1 زبان. در خدمت شما هستید. چی؟ تو اومدی اینجا خودتو معرفی کنی، تو باید تمام فضا استفاده کنی، خودتو پرزنت کنی، تو باید تمام فرصت‌ها استفاده کنی، حرف بزنی. حرف بزنی.
برعکس جایی هم داریم که اصلا یارو نباید حرف بزنه دیگه، اصلا نباید یارو حرف بزنه. آقا سر خاک یارو وایسادین، نباید اینجا حرف بزنی. اینقدر حرف میزنه که از آقا باید یکی اینو از برق بکشتش. آقا حرف نزن دیگه، الان حرف نزن، اتفاقی نمیفته که. چی گفتین من پیاماتون رو بخونم. مرداد زاده اصلا هنر بادی لنگویج همینه که موفقیت و جلسه و زمان و مکان رو درک کنی. دقیقاً نگاه کن، پیچ استراتژیکش دقیقاً همینجاست. مرداد تو خیلی خوب بلدی، اینو اعتراف میکنم به عنوان یه فروشنده حرفه‌ای بیمه، تو خیلی خوب بلدی. یعنی یه جاهای مرداد میزنه که همینجا وقتشه و میزنه. باید خیلی سر جاش باشه. برای همینه که من اعتقادم اینه که بادی لنگویج نمیتونه یک قانون برای قضاوت افراد باشه ها، نمیتونه یک قانون برای قضاوت افراد باشه. فهمیدیم منظور چیه؟ قربونت برم، فهمیدیم. وقتی داریم در مورد زیاد حرف زدن صحبت میکنیم، اون طرف تو نقطه کم حرف زدن به یه چیز دیگه هم باید توجه کنیم. کم حرف زدن علاوه بر خجالتی بودن میتونه نشان دهنده این باشه که فرد تمایل نداره با تو حرف بزنه. یعنی ما یه جایی میگیم کم آورده ها، اصلا یارو دلیل نمیبینه تو ادامه بده. میدونی این کم آورد و حرف نزد و مشارکت نکرد یه جایی به این علته که اصلا من دلیلی نمیبینم این دیالوگ رو ادامه بدم، دلیلی نمیبینم مشارکت بکنم. تو بعضی از سیچویشن ها تشخیص این که نفر مقابل بادی لنگویجش اینه که اصلا دلیلی نمیبینه با من ادامه بده خیلی مهمه، چون اونجا جامون یه دفعه عوض میشه. اون دلیلی نمیبینه ادامه بده و تو داری پرحرفی میکنی و تو این پرحرفی کردن هی دیتا بهش میدی. نگاه کنید، هی حرف اضافی میزنی و اطلاعات اضافی بهش انتقال میدی و بعد اونو ممکنه توی نقطه مسلحش بکنی به دانشی که اصلا نمیخواسته به این دانش مسلح بشه. وقتی داریم در مورد زیاد حرف زدن به عنوان یه نشانه رفتاری صحبت میکنیم که بادی لنگویج رو خیلی تکمیل میکنه، این رو هم در نظر داشته باشید که اگر کسی کم حرف میزنه و در ازای کم حرف زدنش داره خوب به شما گوش میده و گوش دادنش قویه و در جواب شما یه جواب مناسب بهتون میده، این فرد دیگه خجالتی نیست، بلکه این فرد کاملا رفتارش اعتماد به نفس و ادب رو همزمان داره به شما انتقال میده. این فرد داره همون تناسب رو رعایت میکنه، خوب گوش میده، اطلاعات رو جمع آوری میکنه. بچه‌ها داریم به استاندارد میرسیم. خوب گوش میده، اطلاعات رو جمع آوری میکنه و یه جواب پخته هم میده. من توی جلسات مختلف هر کدوم از اینها میتواند یه امتیاز مثبت یا امتیاز منفی باشه. نمیتونیم بگیم این بادی لنگویج کلاً و مطلقاً باید همین باشه و مطلقاً باید از همین استفاده کنیم. نکته‌ای که ما تو بادی لنگویج داریم اینه که برای اینکه ماها از همدیگه خوشمون بیاد، از اون سمینار خوشمون بیاد، از اون جلسه خوشمون بیاد، حرفای خوشگل میزنیم. ولی کاربرد بادی لنگویج واقعاً این نیست. کاربرد بادی لنگویج دقیقاً خیلی جمله قشنگی مرداد گفت، به درک طرفین از اون جلسه برمیگرده. یعنی درک طرفین از یک جلسه رسمی یا درک طرفین از جلسه‌ای که غیر رسمیه، درک طرفین از یک جلسه معاملاتی، درک طرفین از یک جلسه سیاسی. این درک طرفین همه چیز رو عوض میکنه، نوع گفتگو، حجم انتقال داده رو عوض میکنه و به هر کدوم از طرفین هم این امتیاز رو میده که به این فرصت رو میده که بهترین اطلاعات رو اونجا جلب کنن، نمیدونم اعتماد جلب کنن، ارتباط جدید ایجاد کنن. احسانم آرزوست. چیزی رو نوشته برای راضی کردنش که به توجه کنه خواسته هم بهش امتیاز میدی. متوجه منظورتون نشدم، اگه یه بار دیگه توضیح بدین که خیلی هم ممنون میشم. بریم سراغ تو بادی لنگویج. بعد از اون حرف زدنه talking بریم سراغ چشم ها. کارت دارن؟ کی کارت داره مرداد؟ نمیدونم مرداد تو شیر الان کارت رو میخوای کجا بفروشی؟ باز کارت رو
آها کارتخان نه کارتخانم نداریم دیگه. کارتخانمون تراکنشش کم شد، از اون نورسته اومد جمع کرد برد. جریمه هم نمیتونیم بکنیم نورسته رو دیگه، نمیشه هیچ کاری کرد. بریم سراغ چشما. توی ادبیات ارتباطی ما و تو فرهنگ ارتباطی ما میگیم چشم یه آینه شفافه که بادی لنگویج رو خیلی راحت، زبان بدن رو خیلی راحت انتقال میده. یه بار دیگه با هم تعیین تکلیف کنیم. گفتیم هر آن چیزی که غیر از صوته، هر آن چیزی که غیر از صوته، همه اینها بادی لنگویج من حساب میشه. و چشم ها متاسفانه و خوشبختانه جز ابزارهایی هستن خیلی لجام گسیخته اطلاعات رو انتقال میدن به نفر مقابل. خودشون هر کار دلشون میخواد میکنن ها. چند روز پیش یه موضوعی رو با یکی از دوستا داشتیم مطرح میکردیم، موضوع زندگی پس از مرگ و زندگی دوباره و بعد غیره و غیره. یه حال و هوایی بود که دوست داشتم برم یه کمی مطالعه بکنم. توی یکی از این مطالبی که داشتم میخوندم در مورد آی کانتکت داشت صحبت میکرد و خب ارتباط تصویری چشم افراد با هم دیگه که خب افراد از طریق چشم میتونن با هم ارتباط بگیرن. یه نکته جالب وجود داشت، اونم این بود که نوشته بود که این ارتباط تصویری از طریق چشم میتونه از طریق تصویر هم باشه، این الزام نداره فرد رو ببینه، ممکنه تصویر فرد رو ببینه و اطلاعات رو انتقال بکنه و انتقال بده. و خیلی جالبی که اون فرد مقابل هم اطلاعات رو دریافت میکنه، اون حس رو دریافت میکنه. خیلی برای من جالب بود. البته قبلا در موردش شنیده بودم ولی خب خیلی برام جالب بود که مثلا اینقدر چشم ها عجیب غریبن و یه داستانی درشون غیر از آنالیز نور نهفته است. خب یه داستان خیلی جدی هم ما تو ادبیاتمون داریم که چشم‌ها دروازه به قلبن و تو میتونی یه ارتباط مستقیم با قلب افراد بگیری. من خودم اعتقاد دارم که نگاه کردن به چشم افراد وقتی داری مذاکره میکنی، وقتی داری حرف میزنی، وقتی داری حتی وقتی داری باهاش جر و بحث میکنی، خیلی کار رو آسان میکنه. و نمیدونم کدوماتون تایید میکنید، یکی از آزاردهنده ترین بی‌تربیتی که در کشور ما تربیت شناخته میشه اینی که با یارو صحبت کنیم به چشاش نگاه نکنیم، این نشانه ادب ماست. نمیدونم کدوماتون تایید میکنین این جمله منو. یکی از آزاردهنده ترین بی‌تربیتی هاست. این نشون دهنده چیه آخه؟ نشون دهنده مثلا تو نشون دهنده شخصیت توئه، نشون دهنده ادب توئه، نشون دهنده این که تو آدم مثلا چی، نمیدونم نشون دهنده چیه الان، عفافه، نشون دهنده چیه؟ بعد آدم احساس میکنه مثلا داره نشانه چیه؟ نجابته؟ اینکه خانم طالب اینکه من دارم با یه نفر صحبت میکنم به چشاش نگاه نمیکنم. تو مملکت ما خیلی جدیه ها، یعنی یک جزء آزاردهنده ترین رفتارهایی که ما به عنوان یه عرف پذیرفتیم. میگن چه آدم خوبی بوده، بعد یارو باهاش صحبت میکنه اینجوری. من چند وقت پیش توی یک ادارات دولتی کار داشتم، ارباب‌رجوع بودم. بعد این بنده خدا که اومد بیرون یک دو تا از ارباب‌رجوع خانم بودن، اینجوری بود سلام علیکم، سلام علیکم. با آقا اینجوری بله بفرمایید. و گفت این نامه ما رو، گفت نامه رو بدید. نامه رو گرفت اینجا خون، گفت این خدمت شما تشریف برید اونجا. میدونی یه لحظه یاد مهران مدیری افتادم و بعد از اینا نوبت من بود. نمیتونستم اصلا با یارو حرف بزنم، اصلا مثل یاد مهران مدیری افتاده بودم. بعد خیلی جالب بود، به من گفتش که گفتم سلام آقا، سلام علیکم. بعد دوباره سرش رفت سمت یه گلدون روی میز بود. ای آقا من دارم باهات حرف میزنم. حالا اونا هم جنست نبودن، من که هم جنستم دیگه. الان برای چی اونوری رو نگاه میکنی؟ خیلی آزاردهنده است و ما متاسفانه این آی کانتکت رو توی کشورمون خیلی جدی نمیگیریم، در صورتی که من اعتقادم اینه که بخش زیادی از اطلاعات رو آی کانتکت میتونه انتقال بده. نشانه نجابت. اوکی، مرداد نوشته مثلا یاد دادن نجیب باشیم. آره واقعا، یا مثلا پیام رو سین کنی جواب. خیلی خوب بود. قدیمی‌ها میگفتن حیا داشته باش نگاه نکن. آره قدیمی‌ها رو موافقم. توی صحبت با جنس مخالف خیلی دیده میشه. من شاهد دعوا بودم که مدیر مواده به خانم معلم نگاه نمی‌کرد و حوصله معلم سر رفت و دعوا شروع شد. در صحبت با خانم‌های خیلی اینطوری صحبت میشه، واقعا آزاردهنده است.
آقای دکتر، ولی ذهن ایرانی ها رو کلا مریض تربیت کردن. نگاه کردن به خانم ها هم روش خودش رو داره که چشم چرانی نباشه. الحمدلله جا التماس دعا داریم داریم. متأسفانه این رفتارهای سمی و ارثی که آزاردهنده است. آره متاسفانه هم سنتی و هم سمی و هم آزاردهنده است، ولی آی کانتکت رو خیلی جدی بگیرید. اگه فردی که باهاش صحبت میکنید مدام نگاهش رو از شما میدزده، احتمالاً از نگاه به شما خجالت میکشه، نگاه کن، و یا اضطراب داره، و یا اینکه نگاه شما روی اون فرد سنگینی میکنه. این جزء ادبیات ماست. این نگاه سنگینی کردن همون قسمتی که آقای بردباری اومدن و خب خدا رو شکر که بودن و این تذکر رو دادن، ما به راه راست هدایت شدیم که نگاهت آمیخته با چیز نباشه، با هر چیزی که حالا نباید باشه. ولی واقعیتش اینه که اضطراب و نگرانی بیشتر قضاوت میشه. میخوام بگم این خیلی بیشتر قابل قضاوته. اینکه فرد میترسه که تو چشات نگاه کنه، نمیدونم از برقراری این ارتباط میترسه ها. من امروز ظهر یه مصاحبه استخدامی داشتم، این کلا پای صندلی منو نگاه میکرد کلا. و خب جالبه که مثلا برای پست روابطونی هم داشتم باهاش مصاحبه میکردم، خب این کلا پای صندلی منو نگاه میکرد. این چیکارش کنم؟ بعد یه مصاحبه داشتم که این مصاحبه رو برای کارشناس فروش داشتم انجام میدادم برای تولیکایا، نمیدونم آنلاین نه. یه کارشناس فروش فرستاده بود، خیلی خوب بود. همین الان خانم حیدری بعد از جلسه بهش زنگ بزنم بگو بیاد شروع کنه، حالا دوره آزمایشی شروع کنه. خیلی خوب بود و دقیقاً نقطه مقابل نفر قبلی هم پای صندلی رو نگاه می‌کرد. من نمی‌فهمیدم یعنی چی. مثلا این چی آخره؟ مثلا برقراری ارتباط موثر اینو چیکارش کنیم الان؟ چی نوشتین شما؟ آقای دکتر 2-3 دقیقه نت من قطع شد دیگه. من ببخشید آقای نشین‌روا، من از شما عذرخواهی میکنم. بعدا میتونید فیلمو بگیرید نگاه کنید دیگه. یه عالمه بچه‌ها حرفای خوشگل زدن، نبودید دلت بسوزه. آقای بردباری فرمودن چشم تو چشم نشید. آره دقیقاً. حالا یه چیزای اینجوری آقای بردباری گفتن دیگه، چشم تو چشم که واجبه، ولی می‌خواستم بهتون پیام بدم. به خاطر اون برای روابطتون اصلا اسمش با خودشه، روابط اجتماعیش باید خوب باشه. بعد حاج آقا فرمودن، نه حاج آقا فرمودن، بله آقای بردباری دستور دادن که خیلی هم سنگین نباشه. ولی خب نگاه کنیم به حضرت عباس هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ گونه خورشی در چیز اتفاق نمیفته. نمیشه با نگاه کسی رو خورد، نمیشه. میگن با نگاهش داشت منو میخورد، ولی واقعا خورشی اتفاق نمیفته و ما برای برقراری ارتباط موثر به حضرت عباس نیاز داریم نگاه کنیم ببینیم داریم با کی صحبت میکنیم. چشم‌های نکته دیگه هم داره، اونم اینه که فرد گهگاهی نگاهش رو مثلا توی حین صحبت از شما میدزده و این میتونه نشان دهنده این باشه که حین حرف زدن به یه مسئله دیگه ای هم فکر میکنه. داره باهات حرف میزنه و مثلا به سقف نگاه میکنه، بعد به اینجا نگاه میکنه، بعد داره باهاش حرف میزنه میزو نگاه میکنه. آقای به خدا این نشانه حجب و حیا و نجابت نیست. این گند زدی به این ارتباط، رفته پی کارش. آقا یارو داره حرف کاری میزنه، رو چی به سقف نگاه میکنی؟ من هم در مورد موضوع چه به گلدون نگاه میکنی؟ بفهمن چی میگم؟ آره این اشعه رو من در جریان نیستم. این اشعه رو دوستانی که در این حوزه هستن باید نظر بدم. من چون اشعه شناسی نخوندم چیزی هم ندارم. نگاه کن شما رو ول میکنی همچون میگین چی میگین الان؟ تون با حرفمو بزنم. خب این اشعه داره یه نگاه حلاله، ولی بدون پک بزنی حروم میشه؟ نه خیر، به شرطی که طولانی نباشه. والا ببین من آقای مهرداد خان تو شروع کردی، آقای بردباری هم داره ادامه میده، بعد میگین من ساکتم. اوکی یواش یواش این کرونا داره میره، ما باید حضوری کنیم. این حضوری کردن شما رو جمعش کنیم خیلی سخته. اوکی وقتی داریم در مورد چشما صحبت میکنیم یه چیز دیگه رو هم مد نظر قرار بدید. اگه دیدید فردی تو ملاقات‌های اول به شدت به شما نگاه میکنه، این فرد ادب رو به درستی رعایت نمیکنه. این رو هم دارین یعنی اینجوری زل زده ول نمیکنه دیگه. این ول نمیکنه،
من یه قاعده نرمالی دارم که به تو نگاه میکنم، موبایلمو چک میکنم، ساعتمو نگاه میکنم، برگه‌مو ورق میزنم، اینجوری وایساده و تکون نمیخوره. خب این یعنی که آقا که ادب رو رعایت نکرده و ما توی بادی لنگویج این رو به عنوان یه فرد بی‌ادب که حالا اصول مذاکره رو نمیدونه دسته‌بندیش میکنیم. اما این نکته رو در نظر داشته باشید که اگه فردی چشم از شما برنمیداره میتونه نشانه یه حس رمانتیک هم باشه. باز از فردا برین هی به هم دیگه خیره شید. ولی دقیقاً به خاطر همین اسلایده که آقای بردباری گفتن خیلی به هم خیره نشین و طولانی نشه، این نکته که الان در چند جمله گذشته تذکر دادن همینه. این طولانی شدنشون ممکنه چیز به وجود بیاره، ممکنه سوء برداشت به وجود بیاره. طولانی نگاه نکنید. این نگاه کنید، بعد به میز نگاه کنید، بعد به خودکارتون نگاه کنید، ساعتتون رو چک کنید، ولی نگاه کنید از عباسی. ولی این طولانی نگاه کردن رو ما قبول داریم که حالا خیلی کار خوبی نیست و مگر اینکه بحث رمانتیک باشه که خب حالا نتونسته چیز کنه دیگه، نمیتونه اصلا ازش چشم برداره. همتونم این چیزو داشتین که همتونم این تجربه رو داشتین دیگه، هممون. حالا خیلی هم تعارفتی که پاره نکنیم، جایی که نمیتونی چشم ازش برداری و این خیره شدنه یه لذتی هم توش داره. حالا آقای بردباری باید در مورد حلال و حرومش بگم، ولی یه جایی هم وجود داره و این علتش اینه دیگه، یعنی جایی که نگاه میکنی و نمیتونی چشم ازش برداری. چه خبره اینجا؟ چشماشو بدزده. فیلم های هندی خیلی اینو رعایت میکنن. آره فیلم های هندی اینو خیلی رعایت میکنن. آره دقیقاً مثلا آره باید موافقم، فیلم هندی خیلی رعایت میکنن. به هر حال چیز دیگه، حالا آقای بردباری که دستور دادن گفتن حرام است، خیلی طولانی نشه، ولی خب به هر حال یکی از عللش هم ممکنه این باشه. حکم جزوه گرفتن از همکلاسی رو داره. آره یاد جزوه افتادم و دانشگاه هم. من خیلی دیگه خدا رو شکر تموم شد. بریم سراغ یه عضو دیگه که خیلی مفهوم تولید میکنه و خیلی میشه ازش استفاده کرد. ابروها معمولا به 3 دلیل حرکت میکنن و فرمیشن اصلی خودشون و اون فرمت اصلی خودشون رو از دست میدن. هیجان، نگرانی، ترس. ما بر اساس نوع مذاکره‌ای که انجام میدیم و اتمسفر گفتگویی که داریم انجام میدیم، فرد در 3 حالت داره از ابروی خودش استفاده میکنه. جایی که هیجان داره، جایی که نگرانی داره و جایی که یه ترس در گفتگوهای تو ایجاد شده و اون میگه اوکی این یه افراد چیزی هم وجود دارن، چرا میگم احتمالاً و معمولاً و غیره، یه افراد مثل من کلاً این ابرو رو خیلی استفاده میکنم. یعنی اگه خواسته باشم بوتاکس کنم فکر میکنم یه 80% بادی لنگویج صورت من و میمیک صورت من کلاً فلج بشه، از کار بیفته، چون این رو خیلی استفاده میکنم و مدام این بالاست دیگه، یعنی اینجا چروک شده از دست این بالاست. ولی نه نشان دهنده هیجان، نه نشان دهنده نگرانی، نه نشان دهنده ترس. خودش میره بالا میاد پایین، ربطی هم به من نداره. یه جایی هم ممکنه مثلا سر جلسه به عنوان نشون دهنده هیجان و نگرانی و ترس و غیره و غیره مثلا ازش استفاده بکنم. خانم طالب چی نوشتن آقای شاهی زیاد زل زدن گاهی معنی عصبانیت نمیتونه بده. نه تو واقعا تو مکالمه مگه اینکه بریم تو دادگاه حل اختلاف زیاد زل بزنیم معنیش دعوا باشه، یا مثلا بریم پایین شهر مثلا زل بزنیم بعد رو بگی چیه مثلا دعوا را بیفته. مثلا این بچه هست توی ایرش تماس تو برنامه مهمونی، خب اون مثلا بهش زل بزنی کتک رو خوردی اگه فوشکشت نکنه. ولی واقعیتش اینه که توی جلسه خب زل زدنه دیگه خیلی طولانی باشه، یعنی که I love you، حالا اونو دیگه آیه بردباری تخصص دارن، ولی این که مثلا من نگاه کنم تاییدی ازش بگیرم تو چشش لبخند بزنم اون لبخند بدم، این که دیگه روال عادی مذاکره است. یکی از اون رفتارهایی که تو بادی لنگویج ما خیلی دیده میشه و ما خیلی ازش استفاده میکنیم ما ایرانی‌ها، به خصوص اون طیف دور قابچینمون که خیلی هم تعدادشون کم نیست به حمدالله و وضعشون هم بد نیست به حمدالله، تعریف کردن از دیگرانه. اگه مخاطب شما داره از دیگران
تعریف میکنه و نکات مثبت دیگران رو بیان میکنه، این فرد احتمالاً فرد صادق و نجیبیه. نگاه کنید، احتمالاً فرد صادق و نجیبیه. دوباره همون داستانی که مهرداد گفت، یعنی این ناخودآگاه از دیگران تعریف میکنه و نکات منفی دیگران رو نمیگه یا خودآگاه. ما توی جلسه‌ای رفتیم با یکی از دوستان، بعد صحبت یکی از شرکای قبلی ایشون شد. این کسی که مطرح کرد داستان رو نمیدونست این دوتا قبلا با هم شریک بودن، خب اینو نمیدونست. این دوست ما گفتش که خب چقدر خوب، ایشون از کجا میشناسین؟ اون بنده خدا گفتش که ما داریم مذاکره میکنیم با هم دیگه، گفتگو کردیم و مقدمات شراکتمون فراهم شده و اینم شروع کرد بسیار انسان خوبی، بسیار انسان. گفت شما میشناسینش؟ گفت بله من از نزدیکشون رو میشناسم، خیلی ایشون رو میشناسم، انسان صادق، انسان فلان، همه حرفاشو زد. یعنی یه عالمه حرف خوب حرفا رو زد و بعد اون بنده خدا که رشته کلامو به دست گرفت داشت در مورد یه چیز صحبت میکرد. من رفتم تو گوشش گفتم که امیر جان اینی که الان داری میگی که تو الان وضعیتتون با اون خیلی ماستوخیاریه، داستان چیه؟ گفتش که الان هر چی میتونی تعریف کن ازش، بعداً بهت میگم. تموم شد. دوباره رشته کلام اومد این طرف و بعد ما رفتیم این طرف. یه آقای، یکی دو نفر آقای دیگه هم تو جلسه بودن که اونا هم با عنوان مدیر مالیش بود، یکم انباردارش بود، اونا هم بودن، یعنی اونا هم داشتن صحبت میکردن، مدیر انبارهاش. تقریبا آخرای جلسه بود که گفتن ناهار آماده است، بریم سر اون میز اتاق بغلی بشینیم ناهار بخوریم. یکی از این بنده‌های خدا گفت آقا من یه سوال دارم، شما چقدر آدم شریفی هستی که با فلانی اختلاف خوردی، رفتی تو دادگاه، حکم جلبش رو گرفتی، بعد بخشیدیش، چه کارو براش اقساط کردی، کلاه تو رو برداشته بود. چقدر آدم شریفی هستی که تمام این جلسه رو ازش خوب گفتی. این دوست منم یکمی صداشو صاف کرد و بعد گفتش که اگه بدی کرده یه جایی ما با هم دیگه به نام دادگاه مکاتبه چیز کردیم، حساب کتاب کردیم، سنگامون رو وا کردیم. ربطی به شخصیتش نداره. برادر من لوتی‌تر از این حرفایی که بیام پشت سرش بد بگیم. من اونجا دوزاریم جا افتاد که یه اتفاق افتاده. رفتیم پای نهار نشستیم، بعد این دوستان گفت ما یه دستی به آب بزنیم برسیم خدمتتون. منم پشت سرش رفتم. گفتم آقا داستان چی بود؟ گفت اینو من شناختم دیگه، این پدرسوخته انباردار اون بود، یه مدتی با اون کار میکرد، من اینو میشناختمش، از اول جلسه‌ام شناختمش، ولی باید از یارو تعریف میکردم که بتونم این قراردادو بگیرم. متوجه میشی من چی میگم؟ میخوام بگم کل این فرایند که این خودش رو زد به اون رو، اون رو نشناخت و بعد کل مسیر رو اگه صحبتشون نمیکردن این حرف نمیزد، ولی چون صحبتش پیش اومد خیلی خوب رفت جلو، خیلی خوب رفت جلو. اتفاقات خوبی هم افتاد، این قرارداد خیلی خوبی نوشت، امتیازات خیلی خوبی هم تو اون قرارداد گرفت. این مثال زدم براتون بدونید که بچه‌ها خیلی هم توی جلسات بر اساس این چیز نکنید، قضاوت نکنید، چون یارو ممکنه گوشی دستش باشه، حواسش جمع باشه. اگه با آبروی تو چی باشه، حک باشه، چی چرا یعنی چی؟ نفهمیدم یعنی چی. نفهمیدم این یعنی چی دیگه. خودتون با هم دیگه جواب هم دیگه رو بدین، من نفهمیدم یعنی چی. یکی دیگه از اون نکاتی که از اون عواملی که در بادی لنگویج تاثیر میذاره لبخنده، به شرطی که لبخند زدن واقعی باشه. خیلی لبخند مصنوعی غیر واقعی داریم که وقتی که تو بادی لنگویج رو بلد باشی و بتونی با ارتباط فرد ارتباط بگیری، با لبخند فرد ارتباط بگیری، متوجه میشی که یه جای کار میلنگه، سرتو گلا گذاشته، نمیدونم از اینجور حرفا. لبخند واقعی یه سری نشونه داره که ما بر اساس این نشونه میگیم این لبخند واقعیه. متقارن بودن یکی از مشخصات اصلی لبخنده. یعنی چی؟ یعنی که زمانی که فرد لبخند میزنه کل صورتش به صورت متقارن میخنده. اگه تقارن در لبخند وجود نداشت، یا نشونه مسخره کردنه یا ممکنه در حین لبخند در حال قضاوت کردن شما هم باشه. اگه لبخند تقارن نداره و در حالی که داره تو رو میبینه از این تقارن استفاده نمیکنه، ما بهش نمیگیم لبخند. ولی یه چیزی رو در نظر بگیرید، دوباره نگاه کنید ببینید
برای چی دوست داشتم امروز در مورد بادی لنگویج حرف بزنم؟ به خاطر اینکه همه جریان‌های ارتباطی ما رو این داستان به هم میزنه. حالا یه مدتی هم هست که نظام مشاوره روانشناسی خیلی با حساسیت داره در مورد اساتید این حوزه اطلاعیه میده و اطلاع رسانی میکنه. یه چیزی رو بهتون بگم، ما الان بعضی از تو خانواده‌هاتون همتون دارین، اونایی که دارن میدونن که هست، تایید کنید اگه هست، اگه نیست اوکی نیست، بگین نیست. ما الان یه آدمایی رو داریم تا میگی که بیام عکس بگیریم اینجوری میشن، میگم بیام عکس بگیریم اینجوری میشن، عکس بگیریم اینجوری میشن، بهش میگه چرا اینجوری میشه؟ میگه اصلا از این زاویه ما باید عکس بگیرم. تا همه میرن تو عکس، بعد خودش میچرخه کلش نمیچرخه. بین که یه نفر بهش گفته اینجوری باید به دوربین نگاه کنی تا عکست خوب بشه. نداریم واقعا؟ داریم دیگه. حالا خانوما که شما که بخندین، هم اینجوری همون پاتون رو نمیدونم چیکار میکنین، یه پایی میاد بالا و بعدش هم که 100 تا شات عکس میگیری، 100 تا شات عکس رو باز کنین نگاه کنین، ببینم بدون یکی بعدی دوباره ببینم این کار مسخره که من از آخرام نفهمیدم. ببینم یعنی چه؟ خب تکرارش کن دیگه، تو حافظش که هست. اوکی کار نداره. چی در رفت؟ میخوام بگم این لبخند زدنه تو بعضی از این کلاس ها و سمینارها و فلان به یارو میگیم که من یه جا دیدم تو اینستاگرام ما خانمه اینجوری لبخند زد، چی خرید قشنگ کردی، بعد یه دفعه زبدر زد روش، بعد اون خانمه دیگه اومد، همون خانمه‌ای که حالا از این اینفلوئنسرهای اینستاگرام که رفتار درمانی میکنن، گفت نه یه خانم با شخصیت همیشه با یه طرف صورتش میخنده، لبخند بزن بگو چه خوبه. اینجوری نشون میده که تو حریص نیستی، تو چشت هرس نیست، تو حسادت نمی. آقای مسخره بازی ها چیه؟ من از دیدن یه چیزی لذت بردم لبخند میزنم دیگه. این مسخره بازی ها دیگه چیه؟ مثلا تو برای اینو باید نصفشو میخوام بگم اگه گیری این آدمایی افتادی که مثل اینایی که میرن بوتاکس میکنن، نمیدونم نصفشو از کار میندازن و نصفشو بزرگ میکنن، نمیدونم میخوام بگم اگه گیری اینا افتادی اینا نصفن دیگه، یعنی نصف عکس میگیره اینجوری، نصف عکس میگیره اینجوری، بعد نصف هم لبخند میزنه اینجوری ها. این کل این اصل مندرج در بادی لنگویج همینجا چیز میشه، زیر سوال میره دیگه. یعنی شما در کتابا خوندی که لبخند متقارنه، بعد مثلا اون در یه جایی بهش گفتن که آدم با شخصیت نیمرخ وای میسته و نیمرخ لبخند میزنه، بعد همه چیز خراب میشه. معنی لبخند نصف نیمه نمیفهمی، یعنی چی نمیفهمی؟ نصف نیمه که خیلی مشخصه دیگه. خیلی مشخصه دیگه. این لبخند نیست. میخوای بذار یه چیزی بگم، قشنگترین نمونه لبخند نصف و نیمه که تو بالاخره نمیفهمی فوش داد یا تعریف کرد، لبخندهای مهران مدیریه. من خیلی میمیک آقای مدیری رو و نوع لبخند زدنش رو دوست دارم، چون انقدر این لبخند زدن مرموزه تو بالاخره نمیفهمی این داره فوش میده، این خوشش اومده، این الان لذت برده، این داره مسخرت میکنه، داره تحقیرت میکنه. باید چند تا عکس گرفت. خیلی پیش میاد که تو عکس‌ها چشم بسته است یا کجه، خانوما به این خاطر عکس رو زیاد میگیرن. لبخند ژوکوند، آره دقیقاً این لبخند ژوکونده رو خانم محمدی باهات موافقم که خیلی هم آزاردهنده است. بله خنده های آقای مهران مدیری هم همینطوریه. پس یه چیزی رو در نظر بگیریم، لبخند واقعی یه لبخند متقارنه و حس فرد رو تخلیه میکنه، به شرط اینکه همه اینایی که گفتیم نداشته باشه. و نکته مهمتر اینه که لبخند واقعی با افتادن چروک‌های دور دوتا چشم همراهه و فرد زمانی که داره لبخند میزنه کل میمیک صورت درگیر لبخند زدن میشه. این برنامه جوکر رو وقتی دارن لبخند میزنن ببینین، بعضی از این لبخنداشون عباس وقتی خندید انقدر این چروکای روی صورتش خوشگل بود و حرف میزد که تمام اون حسش رو داشت تو همین قسمت، تو همین فینال داشت نشون میداد. لبخند زدن
با استفاده از تمامی ماهیچه هاست و چروک میفته و ما تشخیص میدیم که لبخند واقعیه. ولی نکته که وجود داره به شرطی که فرد آره آقای احسانم آرزوست، دقیقاً درسته. این چرا زدی اسم تو احسانم؟ اصلا یعنی چی؟ مثلا عزیزم، احسانم، معنا هادیم هم این چیه؟ اوکی. آره از پشت ماسکم واقعا مشخصه به این دلیل که چشاش میخنده دیگه. ما تو لبخند زدن میگیم چشاش داره میخنده. تو لبخند زدن یه چیزی داریم، یه حسی داریم، اونم که چشاش داره میخنده و تو میتونی تشخیص بدی. حتی اگه ماسک هم داشته باشه میتونین تشخیص بدین که داره لبخند میزنه. اگه فردی رو ملاقات کردیم که حین صحبت کردن با شما یه لبخند واقعی به لب داشت، یعنی قطعاً به صحبت‌های شما علاقه‌منده و داره لبخند میزنه و تونستین جذبش کنید، تونستین توی اون مدار نگهش دارین و میتونین از این فرصت استفاده بکنین و حالا مذاکراتون رو با اون روشی که میخواین پیش ببرین. یکی از اون چیزهایی که توی بادی لنگویج خیلی رواج داره و خیلی جاها میتونیم باش برخورد بکنیم طعنه زدنه. بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، بذار اون خوب گفتنه یه چیزی یادم اومد اونو بگم و بعد بیام سراغ این. اون خوب گفتنم اگر با فردی مواجه شدید که از وقتی که نشست شروع کرد به بد گفتن کسی دیگری، همونجا ببندین حساب این فرد رو. یعنی وقتی داره بدگویی میکنه، حضرت علی هم همین رو میگن، وقتی داره در پیش تو بدگویی دیگران رو میکنه، احتمال این که پیش دیگران هم بدگویی تو رو بکنه هست و لطفاً ببندین این چیزش رو، این حسابش رو. برگردیم اینجا. طعنه زدن هم یکی از اون ابزارهایی که ما توی بادی لنگویج خیلی درگیرشیم و خیلی باهاش برخورد میکنیم. طعنه زدن یه رفتار دور از ادبه و اگر فرد در حین صحبت کردن داره تلاش میکنه که به تو طعنه بزنه، نمیتونه فرد قابل اتکایی باشه. میدونین تعریف اصلی طعنه زدن چیه؟ تعریف اصلی طعنه زدن اینه که من یه درک درستی از ناتوانمندی ها، کسری ها، نگاه کنید، ناتوانمندی ها، کسری ها و پریشانی های تو داشته باشم و دقیقاً همونها رو به عنوان نقطه ضعف مجدد به تو یادآوری کنم. و این فاجعه است. این فاجعه است بچه‌ها. این فاجعه است. وقتی داریم در مورد طعنه زدن صحبت میکنیم، داریم در مورد فردی صحبت میکنیم که یه درک درست داره ها، یه درک درست. من چندین مورد تو زندگیم پیش اومده که فرد هر اشتباهی که میکنه اجازه میدم دوباره جبران کنه. من خیلی تو این داستان بچهای اطرافم باید قضاوت کنم، ولی ادعای خودم اینه، نمیدونم قضاوت بچه‌هام هم همین هست یا نه، ولی همه اونایی که با من کار کردن میدونم که این باور رو دارن که من خیلی به خطا اجازه میدم فرد جبران کنه، دوباره به خطا اجازه میدم فرد جبران کنه، دوباره به خطا اجازه میدم که فرد تعریفی درسته. اما یه نکته‌ای وجود داره. هر زمانی که احساس کردم که از دانشی که نسبت به من، مجموعم، تیمم داره برای طعنه زدن و خراب کردن و تخریب کردن همین تیم، همین فرد، همین جمع استفاده میکنه، قطعاً باهاش خداحافظی میکنم. اعتقاد من اینه که این طعنه زدنه یعنی این که فرد درکش بالاست، داره شرایط رو درک میکنه، اما از نقاط ضعفی که شناسایی کرده، از همون نقاط ضعفی که شناسایی کرده داره به عنوان ابزار سرزنش استفاده میکنه. تو زندگی شخصیمون هم همینه دیگه. آدمایی که طعنه میزنن به چی طعنه میزنن؟ نقطه ضعف تو رو پیدا میکنه، بعد به همون طعنه میزنه. میدونید کسری تو رو پیدا میکنه، به همون طعنه میزنه. این آدما خیلی خطرناکن. این آدما غیر قابل اعتمادن. نمیشه باهاشون کار کرد. غیر قابل اتکان. نمیشه روشون حساب کرد. اینا اون آدمایی هستن که تو رو و کسریهات رو و کمیهات رو و مشکلاتت رو درک میکنن و از همون ابزار، از همون به عنوان ابزار استفاده میکنن برای اینکه بهت ضربه بزنن و این فاجعه است.
و متاسفانه خیلی هامون درگیر این داستانیم. خیلی هامون درگیر این داستانیم. آن کس که عیب دیگران رو پیش تو آورد و بگفت، بیگمان عیب تو رو پیش دیگران خواهد برد. سعدی. بله. مرسی خانم تعریفی. منم اجازه میدم خطا جبران بشه. مرسی که اجازه میدی. خیلی کار منطقی و عاقلانه انجام میدی. آقای دکتر دهفولی زده که آخه بعضی نیروها فرصت بهشون زیادی میدی و اون اصلاح نمیشه، باعث ضرر به تیم و سازمان میشه. باید موافقم، ولی من اجازه میدم تا افراد اشتباهاتشون رو جبران کنن. خیلی خیلی سخت به نبودن افراد راضی میشم به این علت که ما هممون برای ارتباط داشتن با همدیگه و کنار همدیگه بودن آقای دکتر یه هزینه‌هایی داریم میدیم. ما همه داریم هزینه میدیم که با هم چفت و جور بشیم. ما هم داریم هزینه میکنیم که همدیگه رو بشناسیم، داریم هزینه میکنیم که همدیگه رو دوست داشته باشیم، داریم هزینه میکنیم که کنار هم چفت بشیم. خیلی دوست ندارم این هزینه ها و این فرصت ها خیلی راحت از بین بره، ولی حرفت کاملا درسته. اصطلاحاً میذارن لای نون گرم و به موقعش علیه استفاده میکنن. این جمله تو خیلی قبول دارم. شوخیش هم احسان از یه جایی که رد میشه دیگه به نظر من تحقیر و طعنه است. من احساسم اینه که اگر طعنه رو با شوخی بگه خیلی دردش بیشتره. نمیدونم ما بقیه بچه‌ها نظرشون چیه، ولی من به شخصه احسان نظرم اینه که اگر یه طنز تلخ ازت ساختم که توی اون طنز تلخ دارم کاستی های تو رو، ناتوانی های تو رو، نقاط ضعف تو رو به رخت میکشم، دارم کثیف ترین کار ممکن رو میکنم. اگر یه جایی پشت سرت دارم در مورد نقاط ضعفت حرف میزنم، دارم کثیف ترین کار ممکن رو میکنم. اعتقاد من اینه و نمیدونم اعتقادم درسته یا نه. شاید این اعتقاد شخصی رو بعضیاتون قبول نداشته باشید، ولی توصیه من اینه که خیلی سریع با این فرد خداحافظی کنید اگه بهتون ثابت شد که داره این کارو میکنه و داره این اتفاق تو سیستمتون میفته. مرداد چی زده؟ نوشته شوخی خوبه، جدی هم خوبه، ولی طعنه اصلا پذیری انجام نمیشه. آره واقعا اصلاح اتفاق نمیفته. خیلی ها ممکنه شوخی که میکنن واقعا شوخی باشه. نگاه کن خانم تعریفی، یه داستانی داریم. ما در وضعیت شوخی میکنیم که هر دوتامون حالمون خوب میشه. دقیقا همون چیزی که الان مهردادم بهش اشاره کرد. شوخی خیلی خوبه. ما با هم شوخی میکنیم و میخندیم، یه جمله میگیم و میخندیم. خودت با خانم حسینی کنار خودتون شما دوتا چیکار میکنید؟ شما دوتا کد تعریف کردین دیگه. مثلا یه کد میدین به هم دیگه، یه نگاه میکنین، یه لبخند میزنین، غیر دوتاییتون میزنین زیر خنده دیگه. مگه همین بلا رو سر ما نمیارین تو دفتر؟ ما نمیدونیم شما دوتا دارین به چی میخندین. شوخی کردن که خیلی خوبه، خیلی حس خوبی میده. آدما با هم دیگه شوخی میکنن. شوخی یعنی ایجاد یک سیچویشن خنده‌دار برای طرفین. و من هر وقت شما دوتا رو میبینم که دارین شوخی میکنین لذت میبرم. دارن میخندن دیگه. خیلی اتفاق خوبیه. خستگیشون در میره، دارن میخندن. اما طعنه من دارم میرم به سمت تخریب یک نفر و به قول مهرداد هیچی درست نمیشه، هیچ اتفاق مثبتی نمیفته. نمیدونم جواب تو گرفتی یا نه. تفاوتش رو حداقل سعی کردم توضیح بدم. یه طعنه بعضی وقتا تو چند روز حال آدمو بد میکنه، حتی بیشتر. یعنی میخوام بگم خانم هیدری شاید اصلا حال آدمو برای همیشه بد کنه. الان فرق این طعنه و طنز چی میشه؟ توضیح دادم من جان، گرفتی؟ اوکی خانم تعریفی که زده متوجه شدم. میرم امیرم اوکی مرسی. خیلی با هم شوخی کنیم. من اعتقادم اینه که خیلی جدی با هم شوخی کنیم. یعنی جدی کار کنیم و شوخی کنیم. جدی ارتباط داشته باشیم و با هم دیگه کار کنیم و شوخی کنیم. نمیدونم آقای دکتر نورمندی آنلاین هست یا نه. همین هفته من با آقای دکتر نورمندی یه سفر 2 روزه با هم دیگه داشتیم. 2 روزه شد دیگه. اخلاق من دستش اومد دیگه تو همین سفر. من اعتقادم اینه که باید شوخی کرد. مهرداد که اینجا هست دیگه، تو این جمع که با من خیلی سفر کرده دیگه، بالای فکر می‌کنم 10,000 کیلومتر با هم دیگه سفر خانوادگی رفتیم. شوخی هست. یعنی من مهرداد وقتی هم دیگه می‌بینیم مدام در حال خندیدنیم. شوخی خیلی خوبه. یه فرصتی میده آدم‌ها تمام انرژی‌های منفیشون رو خالی کنن، با هم دیگه حرف بزنن. اصلا لطیفه خیلی خوبه. یه چیز خنده‌دار بگیم و بعد بخندیم. یه عالمم
تجربه داریم در موردش و حرف بزنیم، حتی خاطرات خوشگل، خاطرات دوست داشتنی، میدونی خاطرات شیرین. من دیشب یه دفعه این صحنه یادم اومد، چند وقت پیش با یکی از دوستانمون که حالا جزء مقامات دولتی هم هست یه جا وایساده داشتیم صحبت میکردیم، این دستش رو به من اشاره کرد با خودکار، گفت یه شماره رو بنویس، داشت موبایل صحبت میکرد، بعد یه شماره رو خوند، من با خودکار نوشتم. خب بعد این قطع کرد با موبایل یه جای دیگه رو گرفت، همین شماره رو می‌خواست بخونه، ولی شماره رو من ریز نوشته بودم. این گوشی رو گذاشت اینجاش، با این دوتا انگشتش رو دست خودش اینجوری میکرد که درشت. خب یعنی قاطی کرده بود که این گوشی است که درشت میشه، این کف دست رو که نمیتونم با اینجوری مثلا زوم اوت کنم درشتش کنم. خیلی خندیدیم. خب و الانم هر وقت مثلا همدیگه رو میبینم میگم آقا اگه خوندنه میشه که کم درشتش کنیم. میخوام میگم خوبه، شوخی داریم میکنیم دیگه، ولی طعنه میره به سمت این که من به تو ثابت کنم و به تو گوشزد کنم و به تو یادآوری کنم تو یه نقطه ضعف داری. این خیلی بده. این همه چیزو خراب میکنه. آره مرداد نوشابه که دیگه واقعا عالی بود، عالی. بچه‌ها تا اینجا نقطه نیست، ادامه بدم؟ فکر میکنم نقطه نباشه دیگه، چون سکوت مطلق حاکم شد. یکی از اون نکاتی که توی بادی لنگویج خیلی برای ما مهمه ظاهره. فردی که در ملاقات با شما یه ظاهر آراسته داره، یعنی برای ملاقات کردن با شما اهمیت قائل شده. خیلی مهمه فرد آراسته. نگاه کنید، قرتی بودن، ساعت طلا بستن، کت فلان بستن، کروات فلان بستن، من اینا رو نمیگم من میگم آراستگی. میدونید این ظاهر است که نشون میده فرد برای اینکه کنار تو بوده اهمیت قائل میشه. اما این یه جایی برای اینکه باید به تو ثابت کنم که من با تو راحتم اسپورت بپوشم، یه جایی باید برای اینکه به تو ثابت کنم که تو برای من خیلی ارزشمندی کژوال بپوشم، یه جایی باید ثابت کنم که من مدیر خوبی هستم باید کلاسیک بپوشم. میخوام بگم اینا جا داره دیگه، یعنی برای اساس اون نقطه پوشش انتخاب میشه. اما این ظاهر خیلی مهمه، اینکه آیا فرد آمادگی از قبل آمادگی پیدا کرده برای اینکه با تو تعامل داشته باشه و تو رو ملاقات بکنه و با تو حرف بزنه یا نه. آره دقیقاً خانم محمدی استایلینگ. نگاه کنید وقتی دارم میگم آراستگی، امیر جان اعتقاد من اینه که نه گرانی لباس آراستگی میاره، نه ارزانی لباس آراستگی رو از بین میبره، نه گرانی ساعت آراستگی میاره. اعتقاد من اینه که فرد حتی یه لباس ارزان اما منظم و مرتب و شسته شده و با هارمونی اگر پوشیده قطعاً آراسته است. اعتقاد من اینه که برای آراسته بودن دلیلی نداره تو لباسای میلیونی تنت کنی ها، اما این دلیل وجود دارد که برای احترام به نفر مقابل جورابت نمیدونم با شلوارت با پیراهنت با لباس ست باشه، یه همخوانی وجود داشته باشه. ما این آراستگی رو خیلی جاها رعایت نمی‌کنیم. این آراستگی همون S5 هادیه، یعنی همون 5S سازمانیه که ما میگیم بیایم 5S سازمانی آراستگی سازمانی رو ایجاد بکنیم. همون 5S رو اینجا توی شخصیت خودت و تو لباس پوشیدن خودت هم به عنوان ظاهرت معنی کن و قطعاً مد نظرت هم قرار بده دیگه، قطعاً هم قرار میدی هممون. آره اینو خیلی خوب بود، یعنی متناسب و مرتب خیلی خوب بود، خیلی تعریف قشنگی بود. چه تیپی برای چه جمعی مناسبه؟ آره دقیقاً دونستن این که چه تیپی برای چه جمعی مناسبه میشه آراستگی. مرسی. احساس خود شخص و شخصیتش برای استایل پوششش هم تاثیر میذاره، حتی نحوه بیان و صحبت کردنش. اصلا خانم محمدی باور ما نسبت به خودمون، باور ما نسبت به جایگاهمون، باور ما نسبت به توانمندی هامون، من اعتقادم میگه همه چیزو عوض میکنه. باور فرد نسبت به خودش، نسبت به توانمندی هاش، نسبت به دانشش. جلسه گذشته هم داشتم صحبت میکردم، نمیدونم بودی یا نه خانم محمدی ها؟ بودی فکر میکنم، خیلی کمکم کردی تو جلسه پیش.
افرادی که دچار نشخوار فکری هن و همش نگرانن، همش دارن فکر میکنن، در یه برزخی زندگی میکنن، اینا حتی تو لباس پوشیدنشون بری کمکشون کنی. میفهم من چی میگم؟ نمیتونن متناسب لباس بپوشن، حتی تو لباس پوشیدنشون هم آن ریتمن. هارمونی باید خیلی موافقم. برای یه جلسه کاملا رسمی اداری نمیشه اسپورت پوشید و خیلی چیزای دیگه. کاملا دکتر، کاملا. وقتی داریم در مورد ظاهر صحبت میکنیم یه نکته‌ای هم وجود داره، میگیم که اگه ظاهر ژولیده پولیده و نامرتبی فرد داشت، نشانه اینه که خب تنبله. ولی یادتون باشه ظاهر ژولیده پولیده نشانه تنبلی و خلاقیته. دیدین الان هنرمندای ما برای اینکه هنرمند بشوند 2 تا کار باید انجام بدن، موهاشون رو بلند کنن و ژولیده بشن، بعد هنرمند میشن. الان بخش زیادی از این هنرمندان دهه 80 بریم تئاتر، من خیلی تئاتر میرم، بریم تئاتر، تو این تئاترها میبینید دیگه چه اتفاقی میفته. مثلا یه اومده با ژولیدگی، مثلا این ژولیده پولیده میخواد نشون بده هنرمنده. مثلا این بنده خدا تمام زورشو داره میزنه بگه من آدم هنرمندیم، ولی نمیدونه که هنرمند باید خلاق هم باشه، باید این خلاقیت نداره. یعنی هر وقت بهش میگی یه اثری بکش، کلاغ مشواقه رو میکشه با چشم دو ابرو کنار هم دیگه و اسمش رو میذاره خلاقیت. فهم من چی میگم؟ یعنی هنر فکر میکنه هنره اینه. حالا اینکه تشخیص بدین که این ژولیدگی نشانه خلاقیت فرده، مثل انیشتین که موش دیگه در تاریخ به نظر من نوع موش ثبت شده و شلختگیش که در تاریخ ثبت شده، اینکه این شلختگی و ژولیدگی نشان دهنده خلاقیت بالاست و فرد دارای یک هوش بالاست، آیکیو بالاست، یا اینکه نشانه یک ژولیدگی پولیدگی و تنبلی، این دیگه انتخاب خودتونه و تشخیص خودتون تو مصاحبه ها و توی جلسات بعدی قطعا به وجود میاد. چی زده؟ چقدر زیاد تایپ کردین برای یه جلسه. خب اوکی، ببینیم. به آقای چزگی هم آنلاینه. بعضی از آدما بعضی از لباسا جوری که از شخصیتشون هست، جزئی از شخصیتشون توی محیط‌های مختلف همون لباسو میپوشن. خیلی ها رو اینجوری دیدم مهدی جان که فرد همیشه با کچلواره، همیشه نمیدونم با فلانه. من خودم فکر میکنم آقای بردباری تو این جمع دیگه یادش باشه، من خودم اعتراف میکنم که بالای 14 سال فقط کچلوار داشتم. فقط اعتراف میکنم. من از 1392 93 شاید آروم آروم، حالا اینا رو دیگه مهردادم یادش میاد، آروم آروم اومدم به سمت لباسای کژوال و تمام دورانی که دوران 14 سال و 7 ماهی که در بدنه دولت کار کردم، تمام اون مدت رو خودم مهدی همینجوری بودم. یعنی عزا، عروسی، خانواده، مهمونی همیشه کچلوار تنم بود. خب ولی نکته که وجود داره اینه که کت شلوار یک نقطه مشترک بین تمامی ایناست. ولی من نمیتونم مثلا جین بپوشم با تیشرت سبز بعد برم تو مراسم عزا. اگه منظورت اینه که یه عده یه لباسی میپوشن، اگه این لباسیه که تو همه جا، الان کت شلوار همه جا استفاده میشه دیگه، یه پیراهن و یه کت شلوار و تمام، تو میتونی تو عزا هم با اون بری، تو عروسی هم بری. آقایون تقریبا همین کارو میکنن دیگه، برعکس خانوما که در یه مراسم عروسی ممکنه 3 تا لباس عوض کنن. البته حقم دارن دیگه، اعتماد به نفسشون پایینه، فکر میکنن زشتن دوباره باید لباس عوض کنن. همیشه در مورد اینکه یه جهان با موهای بلند و پشت بسته منو کمی راهنمایی کنید، یعنی چی؟ من متوجه نشدم. یه جوان نمیتونم بپذیرمشون. چرا نپذیرشون دیگه؟ به هر حال دوست داره موهاشو بلند کنه ببنده، از اون ملاک تو هم دوره دیگه. من با یه چیز دیگه مشکل دارم همین جان. من میگم جوراب میاد بالا. الان این جورابا چیه؟ دیدین یه توف کف پاشون میکنن، بعد میگم ما چون کالج پامون میکنیم جورابو نباید دیده بشه. اینو من تو مد ندیدم اصلا، نمیدونم از کجا اومد، ولی اومد تو مد تعریف شد و الان یه توف کف پا به نفع اون 13 سال، یعنی جوراب مثلا 4000 تومانه، بعد این کف پایی هم مثلا 3000 تومانه، به نفع تولید کننده است. یه توف تولید میکنه، پولی کل جورابو میگیره. ولی واقعیتش اینه که من خودم مثلا نتونستم باش ارتباط بگیرم، ولی هستش دیگه. یعنی یه نسلیه که شناختشون، دیدشون اینه، نگاهشون اینه، سنتشون اینه. اولین جلسه کلاس استایلینگ تمرین ما این بود درباره خودمون از دیگران نظرسنجی کنیم تا استایل شخصی خودمون رو بشناسیم و اصلاح کنیم. خانم محمدی، میشه یه خواهشی بکنم به نمایندگی از همه بچه‌ها، هر جلسه‌ای که آماده بودی، اصلا بگو آماده نیستم، یعنی اصلا رد کن پیشنهاد من،
ولی اگر آمادگی داشتی من یه جلسه دوربین و میکروفون رو اون طرف برات فعال کنم، یه جلسه رو استایلینگ با ما در موردش با ما صحبت کن. اگه بقیه بچه‌ها موافق بودن من حاضرم که یه جلسه رو بذاریم استایلینگ و در موردش حرف بزنیم. خیلی موضوع جذابیه بچه‌ها، خیلی. و من خواهش می‌کنم خانم محمدی اگه راضی اگه دوست داشتی به من اعلام کن، این کارو می‌کنیم با هم. هرچی جولیده هنرمندتر. آره شما هنرمندا همتون همینطورین، جولیده، کثیف، پیچیده، اینجوری مثلا نمیدونم. هنرمند نمیتونه مدیر یا مهندس پروژه باشه، قاعدتا نمیتونه. لباس تاناکورا عضویتی به هنریه. دقیقاً. دوباره چی؟ دل روشن کن تو پروژه کنارش سردرد میشه. خب این چی بوده؟ جواب چی رو داده؟ ها 2 سال پیش من شوالی نمی پوشیدم، مثل من بودیم دیگه، ما هم اینجوری بودیم دیگه. آیا اشکال از منه؟ نه اشکال از تو نیست. با کالج نمیشه واقعا. الان همون جوراب شد از ترند. ما کالج نمیشه، کالج نشه، ولی من با کالج همون جوراب خودمو میپوشم. هر شما بگیم موافق به تیپ من هم خیلی گیر میدن خانم محمدی. حالا اینکه به تیپت گیر میده دیگه نمیدونم چیه، به چه تیپت گیر میده، ولی به هر حال یارو استایلینگ خونده دیگه. حالا یه ایرادی هم میگیره، برو بر اساس نظرش کاری بکن دیگه. من جاد باشم خانم محمدی حق مشاوره هم میگیرم که این مف نره مثلا لباسای خوشگل بپوشه. خب کلام آخر رو بگیم و بحث امروز رو جمع کنیم. یه چیزی رو با هم توافق کنیم بچه‌ها، همه ما انسان‌ها با هم متفاوتیم. ما آدمای مثل هم نداریم. ما آدمایی که کاربونی باشن نداریم. گاهی این نکته ممکنه که در مورد همه ما آدم‌ها صادق باشه، گاهی هم ممکنه نکاتی که گفتیم هیچ موقع در مورد ما آدم‌ها صادق نباشه، چون ما آدم‌ها های کپی هم دیگه نیستیم و کاملا مستقل آفریده شدیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که لطفاً در کنار دونستن بادی لنگویج به همدیگه فرصت بدیم که همدیگه رو بشناسیم، ملاقات کنیم، بیشتر با همدیگه گفتگو کنیم و یه درک بینمون به وجود بیاد. درک زبان بدن تنها راه شناختن انسان درون انسان‌ها نیست و این درکی که من در مورد زبان بدن گفتم مقدمه‌ای برای آشنایی با احساسات لحظه‌ای افراده. پس ازتون یه خواهش دارم، خواهش میکنم که تمام تلاشتون رو بکنید که به همدیگه فرصت بدیم که در یک فضای صادقانه همدیگه رو بشناسیم. اگر این فرصت رو به همدیگه ندیم و انتظار داشته باشیم که در یک جلسه با ابزاری مثل بادی لنگویج، با ابزاری مثل دیسک و غیره فرد رو بشناسیم، فکر می‌کنم یه بخش زیادی از شانس ها و فرصت های ارتباطی رو از دست خواهیم داد. آدم ها با هم دیگه ارتباط دارن در طول جامعه و این ارتباطات میتونه تکرار بشه و از بین این ارتباطات یه عالمه فرصت کشف میشه. خواهش میکنم در مورد بادی لنگویج و در مورد دیس و در مورد MBTI و در مورد این یه عالمه مطالعه کنید، ولی یادتون باشه انسان پیچیده تر از اینه که ما بتونیم با چند تا خط استاندارد اون رو شناسایی بکنیم و قاعدتاً این استانداردها در مورد همه انسان‌ها صدق نمی‌کنه، چون علوم انسانی خیلی علوم پیچیده‌ایه، برعکس ریاضی، برعکس شیمی که خیلی پیچیدگی به نظر من نداره، فرمولاش مشخصه، بعضی از فرمولاشو میدونیم و بعضیش رو باید کشف کنیم، ولی در مورد انسان واقعا اینجوری نیست. یعنی به اندازه انسان‌های روی زمین دین، عقیده، اعتقاد، محبت، عشق، تفاوت، بی تفاوتی و همه ماها به تعداد همه ماها این مفهوم وجود داره و هر کدوم از ماها با یه نگاه متفاوتی به عشق، محبت، همکاری، توجه و غیره و غیره نگاه میکنیم. آخرین خواهشم از شما اینه که به بادی لنگویج به عنوان یه ابزار مدیریتی نگاه بکنید، اما به هیچ عنوان با بادی لنگویج افراد رو قضاوت نکنید. بچه‌ها چی پیغام دادن؟ مهرداد زاده با اینکه چندین کارگاه زبان بدن شرکت کردم هنوز نیاز به تکرار و آموزش دارم. قربونت برم، زنده باشی. نه دیگه حق همکلاسی هم داریم، ما باز هم نیاز به ادامه این بحث حس میشد. معارفه اعضای کافه اقتصاد رو هم بذاریم. باشه چشم. شماره کارتمو بفرست. برای کی میخوای شماره کارت بفرستی؟ بفرست براش، بفرست. به روی چشم حتما فقط مطالب رو جمع‌بندی کنم، چون یه سری هم در جلسات فنون سخنوری درباره پوشش
فرا گرفتم. خب خانم محمدی ما منتظریم شما اطلاعاتتون رو فرا جمع‌بندی کنید و بعد چیز کنید و بعد یه جلسه‌ای رو اصلا در مورد استایلینگ با هم دیگه حرف بزنیم. آقای بلباری هم گفتن یه عرض کوچیک همه را بی دلیل درست بدارید و محبت کنید. نگو یه عرض کوچیک آقای بلباری، به اندازه تمام زندگی ما این جمله میارزه و اینکه همه رو بی دلیل درست بدارید و محبت کنید شاید اصل ارتباطی ما انسان هاست و بعد از اون آروم آروم بهشون فرصت میدیم که خودشون رو ثابت کنن و به ما ثابت کنن که ما درست فکر کردیم. این همون چیزیه که من بهش اعتقاد دارم. برای همین آدما وقتی اشتباه میکنن بهشون اجازه میدم که دوباره جبران کنن، اشتباه میکنن و من اجازه میدم که دوباره جبرانش کنن، چون اعتقادم اینه که اعتقاد شخصی اینه که از ما به دنیا اومدیم اصلا تو دنیا زندگی میکنیم که ما محبت کنیم، که اصلا مهربون باشیم و قضاوت نکنیم و بعدش همه اینها. مهرداد جان میدونم که توی کلاس‌های آموزشی بیمه رو بادی لنگویج خیلی تاکید شده و آموزش‌های خیلی خوبی هم تو اون حوزه دیدی. ازت ممنونم که جلسه امروز رو هم با من بودی. حتما هم تفاوتش رو متوجه شدی دیگه. من اینجا اصلا نرفتم به سمت اینکه بگم اگه فرد دستش رو گذاشت رو دستش چی میشه، اگه فرد دستش رو گذاشت رو زانوش چی میشه. ترجیح دادم 4-5 تا پارامتر اصلی و پرتکرار رو در روابطمون بررسی کنم و از همه مهمتر برابر رسالتی که برای خودم همیشه تعریف کردم نگاهتون رو به داستان عوض کنم و از این زاویه دیگه‌ای به داستان با هم دیگه نگاه بکنیم. نمیدونم چقدر موفق بودم اما تمام تلاشم این بود. قطعا شما که خب کارگاه‌های اساتید دیگر رو هم شرکت کردی متوجه این تفاوت شدی که خب خیلی از دوستان ما میرن به سمت اینکه یه پارامترهایی بدن مثل دست، مثل حالا نحوه ایستادن، نحوه تکیه زدن، ولی من اعتقادم اینه که پرتکراریاش ایناست. ما خیلی با اینها سر کار داریم، خیلی هم دنبال دست و پا و اینا اگر بریم شاید قضاوتمون به مشکل بخوره و از همه مهمتر اعتقاد دارم که انسان‌ها باید به اصل احساسات لحظه‌ای احترام بذارن و بدونن که اون اطلاعاتی که به دست میارن احساسات لحظه‌ایه و این فرد ممکنه بعداً بره پشیمون بشه، بعداً بره اصلاح کنه، بعداً بره درستش کنه، بعداً بره یه جوری دیگه رفتار کنه. یه چیز دیگه برام خیلی مهمه، اونم اینه که افراد ممکنه رفتار خودشون رو به صورت دانسته تحت کنترل قرار بدن و رفتاری که میکنن قطعاً رفتار فکر و کنترل شده باشه. بچه‌ها اگر نکته هست لطفاً مطرح کنید، اگرم نیست که یواش یواش با هم دیگه خداحافظی کنیم و بریم. انشالله عمری بود جلسه بعدی هم دیگه رو ببینیم. لبخند رو نهادینه کنید در زبان بدنتون. آره موافقم. مرسی از همتون. مرسی ممنونم خانم محمدی. مرسی ممنونم از همتون. مرسی. آخ که چقدر شماها مهربونین. مواظب خوبیای خودتون باشین و انشالله که عمری باشه همدیگه رو فردا یادتون نره. چی بود آقا فردا یادتون نره؟ این فردا یادتون نره دایرکت بهت ببینم فردا یادتون نره چی بوده. چون فردا اصلا برنامه پره. بیا دایرکت ببینم توی واتساپ به من بگو فردا یادم نره چیه. وقت همگیتون بخیر و امیدوارم که همیشه سلامت و نمیدونم این الان آخه نورمندی زده، من نمیدونم کدوم نورمندیه، سعید نورمندیه، علی نورمندیه، من اینا رو قاطی میکنم نمیشه همه‌شون هم زدن نورمندی. آقای دکتر نورمندی اگه منظورتون البرز داروه بله من یادم نرفته، خیالتون راحت. خب دیگه وقت همگیتون بخیر، امیدوارم حالتون همیشه خوب باشه و خدا نگهدار.